این هم اشاره‌ای هست که ظاهراً از درون مصلا ضبط کردن، ولی صداهای کوتاهی میاد. جمعیت کثیری هستن که ما داریم تماشا میکنیم اینجا. خب قابل تأمله دوستان، اگر آماده شد ما اینو پخش کنیم. ما در این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. نگاه کنید 42مین روز از انقلاب کبیر ایران رو ما شاهدش هستیم. روزهای پایانی عمر این آخوندها. طبق اخباری که به دست همه ما رسیده و در فضاهای اجتماعی پخش شده، آقازاده های این نظام یکی پس از دیگری در حال فرار هستند. ظاهرا کلیپ آماده شد، کلیپ رو ببینید. این از تظاهرات 100,000 نفری که نشون میده که مردم برای تعدادی دارن نمازهای نافله‌شون رو می‌خونن و سنتشون رو. صداها دوره، با موبایل فرستاده شده، بیننده ما فرستاده، شاید صدا واضح نباشه. من کمی صحبت کمتر میکنم تا بشنوید. ببینید اگه تمرکز کنید متوجه صداها میشید که در حواشی مصلا خیابان‌های اطراف شعارها داده میشه. بله، نماز تموم شده. برخی از مردم نمازهای سنت و نافله‌شون رو میخونن و تعداد کثیری هم در خیابون‌ها رفتن. حضور این جمعیت 100,000 نفری در زاهدان قابل تأمل هست برای نظام. این فریاد مردمه، این آنچه هست که ملت ایران میخواد، آزادی میخواد. ملت ایران خسته از این همه دیکتاتوری. بله، این تصاویریه که اینجا صداها میاد. ببینید صدای تیر هم اشاره میکنه شنیده شده. این نوع حرکت مردم اینه که گویا که شرایط زیاد خوب نیست. حالا کافی دوستان، اونچه که اخبار ظاهرا میرسه خوشایند نیست. ما بریم یک نگاهی به این کانال های خبری بکنیم که ببینیم کانال های خبری که به روزتر هستن آیا اخباری رو دارن در این زمینه بدن یا نه. ببینیم اولین کانال خبری که اینجا ببینیم مطلبی رو گذاشته باشیم، بریم کانال آقای جوانمردی. دوستان کانال آقای جوانمردی از مهدی شهر مطلبی رو گذاشته از سمنان که جوانان آزادیخواه شعار مرگ بر خامنه‌ای رو در سطح شهر اینها میگه که بالاخره ثبت کردن. حالا بشه تصاویر رو فقط نشون بدیم کافیه. من باز اینکه براتون راحت تر باشه بزرگش کردم دیگه، چیکار کنم که این نوشته هم میاد، اشکال نداره. ببینیم این تصاویر رو که زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی شعارهایی است که اینجا الان توی کانال تلگرامی های جوانمردی اومده. دوستان مرگ بر خامنه‌ای از شعارهای مهدی شهر. امسال سال خون سید علی سرنگون هست و این همه سال جنایت دیگه، خلاصه چی به ولایت که دیگه ما دیگه اینا رو چیز میکنیم. مهسا امینی. کافیه دوستان این مطلب رو تا بریم ببینیم خبر بعدی. خواهشمندم دوستان عزیزی که در زاهدان و شهرهای سیستان بلوچستان یا هر جای ایران اگر مطلبی خبری دارید برای ما بفرستید به صورت زنده که ما بتونیم این خبر رو پخش بکنیم. ببینید در فلاورجان هست ظاهرا این کلیپ رو میخوام ببینید که مردم نورانی میکنن این مرکزهای بسیج و خیانت رو. شیشه آبان 68401 دفتر امام جمعه فلاورجان. مرگ بر خامنه‌ای. بله تصویر رو دیدید. گفتم این قیامی نیست که دیگه ما بگیم به همین راحتی به پایان بخواد برسه. مردم آماده هستن کاملا برای اینی که هر نوع ستمگری ایستن. های جوانمردی گذاشته از زاهدان که ما این تصاویر رو هم میبینیم، بزرگش میکنیم
بتونیم قسمت های دیگه اگه اشکال داره دوستان ما رو ببخشید، کاریش نمیشه کرد به خاطر این جریان. خامنه‌ای کاملا واضح و آشکار. خب این رو با هم دیدیم دوستان، بریم بعدی رو ببینیم که شده در مورد این رو هم بذارید دوستان. بله توپ تانک فشفشه میگه خامنه‌ای باید گم بشه. کافی بود. خب درسته تا ما کانال الان هر خبری ما بفرستید دوستان آماده هستیم برای پخش اون به صورت زنده در خدمت شماییم. هرچند که اینجا اشاره کردن که گویا شبکه کلمه رو پارازیت زیادی روش گذاشتن. ببینیم که در حال که دفتر نماینده خامنه‌ای خائن رو اونجا نورانی میکنن هموطنان ما، این نورانیت رو ببینیم که با هم دیگه که چجوری نورانی میکنن هموطنان. بله دیگه انقلاب ما انفجار نور بود. ببینیم هموطنان دیگه اینها رو آرام نخواهند گذاشت در هیچ جای ایران دیگه. زمانی که به قول خامنه‌ای بزن در رو گذشت که شما بزنید و در برید و تمام بشه، نه این گونه نخواهد بود و باید پاسخ این جنایت ها رو همه اینها بدن. مگه چگونه میشه جلوی 80 میلیون جمعیت رو بگیرن؟ بله تصویر رو دیدید. این خشمی است که خود نظام ایجاد کرده با کشتن مردم، با قتل عام مردم که مردم دیگه کوتاه نمیان. بله یکی از دانه‌های سپاه پاسداران رو ببینید که هموطنان در این کلیپ این رو هم روشنش میکنن. من بیارم اول تصویر که حداقل از اول ببینید دوستان. روشن کردن این بالاخره لانه‌های فساد. خب خیلی متشکرم. تا بریم خبر بعدی که اینجا خدمتتون ارائه بدیم. ببینید دوستان عزیزان، دوستان تلفن هم آزاده، میتونید تماس بگیرید، واتساپ هم به ما پیام بدید که این اهمیت داره. امروز تصاویری رو پخش کردن از، بذار ببینیم واتساپ چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشین. ممنون شما، بفرمایید. در خدمت شما. بله شبکه کلمه هست، صداتون رو آنتن هست، بفرمایید. صدای تلویزیون رو قطع کنید بی زحمت. الان سراوان، بله صدا، بله الان سراوان جای مسجد نور تیراندازی هستش و دارن مردم میزنن، گاز اشکار پرت میکنن، به مردم حمله کردن. خب دیگه در سراوان شعار دادن. خب تا چه حد خبر داری؟ الان هنوز ادامه داره، ادامه نداره؟ آیا کسی زخمی شده، بله، کشته شده؟ خبری؟ صدای تیراندازی هستش. تا الان کسی خدا رو شکر چیزیش نشده، ولی هنوز داخل خیابان هستن. خیابان رو مسدود کردن، 4 طرف به خیابان مسجد نور که مردم میان اون کلا راه ها رو بستن که مسجد نور بیان. هر کسی داخل هست همینجا داخل مونده و نمیتونن برن بیرون. امام مسجد نور کیه؟ امام جمعه مسجد نور آقای ساداتی. آقای ساداتی هست. خب خیلی متشکرم از اینکه خبر دادید. ممنون میشم اگه باز خبری بود با ما تماس بگیرید و بدید. سپاسگزارم از شما. ممنونم، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب ببینیم بیننده تلفن زده
چی میگه؟ سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. صدای تلویزیون بی زحمت قطع کن، در خدمت شما هستیم. اینجا صحبت از انقلاب بزرگ مرد خروش مردم غیور مهاباد در مراسم خاکسپاری کبرا شیخه و زانیار ابوبکری، 2 تن از شهیدان انقلاب آزادی این شهر. این بار فرق میکنه و انقلاب تا رسیدن به آزادی ادامه داره. خب این رو بشنویم، ببینیم تیکه ای رو فیلمی که لا شو مات عندنا خب دوستان این پخش شد، ببینیم تماس تلفنی داشته باشیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. از عزیزانی که تماس میگیرن خواهش میکنم که وقتی تماس میگیرن صدای تلویزیون رو قطع کنن. بفرمایید، در خدمت شماییم. الو، بفرمایید. متاسفانه دیگه فکر نکنید که با این شرایط میتونید. اوه چقدر پیام اومده، من نمیدونم از کجا این پیام ها رو پخش بکنم در واتساپ. ببینم چقدر زیاد هست. ویدیویی از زاهدان فرستادن. دوستان این ویدیو رو میتونید نمایش بدید یا نه بذارید بالا بیاد تا دانلود بشه. بله دوستان این نمایش بدید. صدای تیرم شنیده میشه. حالا معلوم چجوریه داستان، صدای تکتیر بود. خب اینو شنیدیم دوستان، ممنون از شما. ببینیم تلفن چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. خب ببینیم تلفن دیگه. سلام بر شما، بفرمایید. صدای تلویزیون رو قطع کنید، در خدمت شماییم. ببینیم این بیننده تماس گرفت رو واتساپ چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. ممنون شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. مولوی عبدالحمید از اینا اینطوری درخواست میکنه اون حرفای قبلیش که زد اون هفته با این هفته زمین تا آسمان فرق میکنه، نرمتر شده. بله ممنون از اینکه اظهار نظر کردید. من در این مورد فعلا چیزی نمیتونم بگم، باید ببینیم شرایط آینده و ساعات آینده مشخص کرد. سپاسگزارم از شما که بالاخره اومدید در این برنامه نظرتون داریم. خیلی ممنون، کار خوبی کردید برادر عزیز. ما باید یاد بگیریم که حرف بزنیم، نظر خودمون رو بگیم. سپاسگزارم. اینجا بیننده‌ای برای ما کلیپی فرستاده که تکتیراندازها مستقر شدن، استقلال تکتیراندازها در اطراف مصلی زاهدان. دوستان اگه میشه این کلیپ رو پخش بکنیم بیننده ها ببینن. ببینید این با انگشت مشخص میکنه. نیا کنید تکتیراندازها روی موقعیت ها مشخص شدن، ولی گمان نمی کنم تو این جمعیت زیاد امروز اینها شهامت برخوردی رو داشته باشن. ببینیم بیننده چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. صدای تلویزیون رو قطع کن، در خدمت شما هستم. سلام علیکم. سلام بر شما. صدای تلویزیون رو قطع کنید، در خدمتتون هستم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. خسته نباشه آقای احراری. ممنون شما، بفرمایید. وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. من از خوزستان دارم زنگ میزنم. بفرمایید.
خواهش کنم. من از خوزستان دارم زنگ میزنم. میخواستم خواهش کنم بگم که چرا مردم خوزستان یه عده‌شون بلند نمیشن آقای احراری. من نمیدونم، من تا اونجا که ما اخبار داریم در ماشهر، در خیلی از جاها یه قسمت هایی رو که ما اخبار داریم که هموطنان بلند شدن. نه همه خوزستان آقای احراری برادر عزیز بلند نشدن و یکی و زاهدان همه اسلحه دارن. چرا مسلحانه نمیان مقابله به مثل کنن؟ میکشن، بکشینشون، امونشون ندین. باید پدری نظام حکومت پدر خامنه‌ای باید در آورد، 43 سال پدر مردم در آورد. الان باید مقابله به مثل کنن، باید بلای بر سرش بیارن که اون سرش ناپیدا بشه، که در تاریخ ثبت بشه، خیلی در شجرنامه تاریخشون ثبت بشه. تشکر. پیام شما رو پخش کردیم. خواهش میکنم. بله. ببخشید آقای احراری، یه لحظه خواهش میکنم تاکید کنید رو ماشهد. میگه ما نمیخوایم زن و دخترامون سرشون لخت بشه. بابا این چقدر فرهنگ اینا غلطه. شما خواهش میکنم، تمنا میکنم، بزرگوارید، از همه‌تون تشکر، واقعا زحمت میکشید. شما اینو تکرار کنید، بگین خواهش میکنم کل خوزستان بلند. اگه کل خوزستان بلند بشن این نظام هر چه زودتر سقوط میکنه. به امید خدا. تشکر از محبت شما. من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. این انقلاب علیه سرلخ کردن نیست، میدونید، به نام برای علیه حجاب نیست. علیه حجاب، نگاه کنید، علیه حجاب اجباریه. نگاه کنید، نکته مهمیه. این انقلاب علیه این نظام دیکتاتوریه که از زن و دختر و سنی و مسیحی و یهودی و انسان و احزاب و حق اقوام رو همه رو تحت فشار قرار داده. ما برای این انقلابی دموکراتیکه، انقلابی مردمیه. بعد مردم متوجه این باشن. حتی اگر رسما شیطان بیاد حکومت کنه، بدونید از این آخوندها بهتر خواهد بود. اینقدر اینها شرور و شیطان صفت‌تر هست، شیطان هستن. شیطان میاد پیش اینا درس میگیره. لباس اهل بیت آقای احراری، اینا لباس اهل بیت برادر عزیز پوشیدن. اینا تظاهر نگاه کن، به نام نامی دین شدن سوار بر دین. مردم فهمیدن. میدونید اینا خواهر گرامی، مردم دیگه اینا رو شناختن. به خدا شیراز خودشون آتیش زدن. بله. همه کارا تمام، متروپول خودشون آوردن پایین. تمام کارا رو همه خود نظام. ملت دیگه حنا اینا برای ملت رنگ. ما همه ملت میفهمیم که کار خودش. بله. دیگه خسته شدیم، دیگه نمیکشیم. الان تا انقلاب پیروز بشه ان الله به امید خدا بشینین و منتظر اتفاقات بزرگتری باشین. نه ان الله به زودی پیروز میشه. اینا همه سناریو کنن. به زودی انشالله. سپاسگزارم از شما. به آقای علی جوانمردی، به آقای بهشتی بگی که برای خوزستان، کل خوزستان رو بگن همه بلند بشه. این شیخاشون نمیدونیم چقدر پول گرفتن، همشون میگن پول گرفتن، خدا شاده پول گرفتن. نه خواهش نگاه کنید، مردم دیگه به حرف کسی گوش نمیکنن. ما مسلمان و برادر عزیز، اهل تسنن و شیعه و همه ادیان، هممون با هم برابری و برادر. این تضاد دینی و قومیتی رو این نظام انداخت برای مردم، همه رو به جون هم انداخت. الان همه فهمیدن. مهسا امینی، نیکا شاکرمی و بقیه همه دخترای ایران زمینن، همه بچه‌های ما هستن. الان خبر بهم دادن که در شهر زاهدان مردم رو با تیر زدن. انا لله و انا الیه راجعون. قرار نبود که این چنین بشه. این نکته‌ایه که باید ما مد نظرمون باشه. دوستان ممنون میشن هر لحظه اگر خبری هست به ما بدید، ما بتونیم این اخبار رو پخش کنیم. دیگه من گفتم خامنه‌ای باید خوابشو ببینی که بزن در رو باشه. دیگه الان بزن در رو نیستش. ببینیم این دوست ما تماس گرفته از شهر خاش. سلام بر شما، بفرمایید. اینترنتشون رو قطع نکرده باشن، ظاهرا قطع شدیم بنده خدا. خب اگر میشه فقط تصویر رو طوری کنید که این شماره واتساپی که تماس میگیرید دیده نشه. دوستان کامل نذارید این بخشا رو، مگر لازم بشه نکنید تماس میگیرن. بذار من ببینم خبر چیه. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام، خوبی؟ ممنون شما، بفرمایید. در خدمت شما. صدای تلویزیون رو قطع کنید. یه خواهشی از همه کسایی که تماس میگیرم دارم، وقتی تماس میگیرید صدای تلویزیون رو قطع کنید. بفرمایید. میگم مرگ بر این خامنه‌ای جنایتکار. بله خیلی ممنون. خبری چیزی دارید؟ از کجا تماس میگیرید؟
یک خواهشی از شما عزیزان دارم، هر کی تماس میگیره صدای این تلویزیون روشون رو قطع بکنه. این کلیپ رو هم با هم ببینیم، این لحظاتی ببینیم، حالا تماس دیگری اومد ببینیم این تماس چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. ممنون شما، در خدمت شما هستیم برادر. مرگ بر خامنه ای، نعلت بر خمینی. ممنون از شما تماس گرفتید، سپاسگزارم. این کلیپ رو ببینید که بیننده از زاهدان فرستاده. خب خیلی ممنون دوستان، کافی بود. ببینیم تلفن رو هم بگیریم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، صداتون رو آنتن هست. خب کلیپی رو بینندگان فرستادن، کلیپ رو دیدیم. نمیدونم اینجا اینی که فرستادن چیه. پنجشنبه آبادان بندر عباس. خب اینها رو دوستان پخش میکنن. خبر ما دنبال خبر امروز هستیم. سلام بر شما، بفرمایید. الو سلام، شبکه کلمه. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بلوچ هستم از بلوچستان. بفرمایید شما خواهر. میخواستم بگم که به این زابولیای جیروخور بگیم که انشالله وقتی که ما پیروز شدیم حسابش رو میرسیم. خب صدای بیننده قطع شد، اینو بشنویم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، صداتون رو آنتنه. سلام بر شما، صدای شما رو آنتن هست، بفرمایید. چند تا قرارداد داریم. یه صحبت داشتم. این تا آمریکا صدا قطع. اینو قبول دارید یا نه؟ من صدای شما رو درست نفهمیدم متأسفم، فقط آمریکا رو فهمیدم و قبول دارید. خب بذارید به مطالب دیگه برسیم. این کلیپ رو ببینید دوستان، نشون میده لحظه ایدگاه رو. ببینم خبر از زاهدان، شاید کسی داره زنگ زده. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. مر بر خامنه ای، مر بر خمینی. من موندم مردم خاص چرا اعتراض نمی کنن؟ چرا نشستن؟ بله من موندیم. خاشی‌ها که دیگه به شیردلان ایران معروف بودن. ما همیشه میگفتیم اگر یه دوست خاشی داشتیم میگفتیم پشتمون به کوه بنده. ممنون از شما، سپاسگزارم. خواهش میکنم، خواهش ممنون. خداحافظ شما. ما اگه یک دوست خاشی داشتیم میگفتیم به کوه پشتمون بسته شده. ببینیم بیننده بعدی. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید، در خدمت شما هستم. خسته نباشید. ممنون شما. میگم که یه چند سال قبل بود توی نیوزیلند، متاسفانه از مسلمانان مشمر تو مسجد نماز جمعه هم بود. اون بنده خدای کافری اینا را به شهادت رساند. حتی به خاطر احترام متاسفانه تو کشور از جوان میگن ما رئیس فرمانده کل نیروی انتظامی استان حاضر کردیم، بو خیلی شاکر کردیم، ولی حالا دیر شده متاسفانه. واقعا کارتون میره که شما چیکار با ما کردی. هیچ وقت شر نمیاره بنده های نیکش مگر خیری باشه داره. اینا همدن با این کار میخواستن مردم بترسانن. ولی الان جایگاه مولانا کجا رفت؟ اون کسانی هم که ضد اسلام بودن و فکر میکردن مولانا، مثلا بعضی هم نمی‌نویسند که مولانا مثلا در کنار مردم از تایدل وایسته. مولانا 43 سال است در کنار مردم وایستاده. مگر شما نمیبینید برادران دوستان عزیزان که مولانا همیشه تحت فشار است؟ اگر مولانا در کنار مردم نبود
اگر میرفت تهران بزرگان مثلا یا مقامات یا حتی خامنه ای بلا فاصله براش به استقبالش می آمد. بله مولانا مثلا در کنار مردم هست که وقتی خالد مشعل از حماس بلند میشه میاد میره آقای خامنه ای ازش پذیرایی میکنه، در آغوش خودش میگیرد. ولی متاسفانه اون زمان قدیم که مولانا عبدالحمید میرفت به فکر مردم که دادرسی مردم را پیش آقای خامنه ای بکنه که یعنی جواب مردم را بدن، خامنه ای مثلا میآمد در کنار مولانا. شما چرا فکر میکنید که مولانا مثلا در کنار مردم نیست؟ مولانا ما خودمون بودیم اونجا. مولانا در زمانی که میخواستند این مدرسه های دینی را بیارن زیر سلطه خودشون بکنن، تنها کسی که وایستاد جلوی دولت و قبول نکرد مولانا بود. در سخنرانیش میگفت من از مرگ نترسانید، من جانم را فدا میکنم، زن و بچه‌ام را فدا میکنم، ولی دینم را فدا نمیکنم. برادران دوستان، این لطف الله و احسان الله بود. اگر ما یک قدمی برمیداریم در راه الله، یک عرقی میریزیم، الله جل جلاله چنان عزت به اسلام میده. ولی الان این خونهایی که ریختن و شهدایی که ما دادیم یک در چندین برابر انشالله الله جل جلاله سربلند و کامیاب میکنه مسلمانان را. و انشالله همه ایرانی ها، دوستانی که در هر جای ایران از دوستان ما شهید شدن، اونا همه برادران ما هستند. فرق نمیکنه شیعه و سنی و مسیحی و کافر نداریم. اونا که در راه آزادی شهید شدن همه از دوستان ما اند، از خانواده های ما اند. انشالله که الله جل جلاله به داد ما رسیده و انشالله فریاد رسی میکنند. ما ضمن این که مثلا میایم شعار میدیم، حرکت میکنیم، باید ما متوجه الله هم باشیم و شب هم بلند بشیم، الله جل جلاله را از الله کمک بخوایم. انشالله الله همیشه به داد ما رسیده و انشالله میرسه. بله خیلی متشکرم. جزاکم الله خیر از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. شما را به الله سپردم. بیننده اینجا برای ما کلیپی فرستاده از خیابون خیام که در این عکس اشاره میکنه که تو خیابون خیام گاز اشک‌آور زدن، چند نفر رو هم با تیر زدن. اگر میشه حالا دوستان این عکس رو نشون بدن که ببینن بینندگان که این اتفاق ظاهرا در خیابون خیام افتاده. کافیه دوستان این عکس بردارید تا ببینم که بیننده بعدی چه میگه. سلام بر شما، بفرمایید. صدای این بنده خدا نیومده، قطع شد. خب خیر انشالله. بذار ببینیم که اینجا یه سری کلیپ ها برای ما فرستادن، بعضیا خب تکراریه. ببینیم که این دوستان چی گذاشتن. ببینیم این آقای دوست دیگه امیرعلی چی تماس گرفته. سلام بر شما، بفرمایید. ممنون شما، بفرما برادر، در خدمت شما هستیم. جواب اون خواهرم میدم که میگفت مردم خواست چرا بلند نمیشن. اون موقع که اینا جیرخور دولت شدن، میرفتن رشوه میخوردن، دزدی میکردن، خودشونو به نظام بستن، این مردم حواسشون نبود بهشون. الان که خودشونو بزرگا همه مزدور کردن، این قشرهای بزرگ و این آدمای چی مطمئن اینا خودشونو بردن سمت نظام. الان دیگه نمیشه این قشر کوچک. چرا نمیشه برادر عزیز؟ چرا نمیشه؟ مگه میخوان برن به جهنم؟ انسان توبه میکنه برمیگرده همراه مردم میشه. آدم بزرگا و تو خواهش همینجوریه جناب. الان من میدونم، نگاه کنید من یه حرفی میزنم، همونجوری که تو تماس گرفتی و اعلام کردی من هستم و مخالفم با اون چه که دیگران هستن، میلیون ها جوان داریم اینجوری. سراسر ایران اگه قرار بود مردم به سیاستمداران و بزرگان خودشون نگاه میکردن که ما شاهد 42مین روز انقلاب در سراسر ایران نبودیم. دختران ما میبینیم که در برابر گلوله سینه هاشون سپر میکنن، در برابر اون گاردهای رزمی ویژه سرتاپا مسلح دست خالی می ایستند و نمیترسن. نه برادر من، اینجوری نیست. ما اگه تا زمانی که بفهمیم هر فرد خودمون یک انسانیم و حق آزادی داریم و برده دیگران نیستیم، این گونه نخواهد شد. به بلوچستان هم این رو فهمیده. خدا کنه اینجوری باشه. ما هم چشممون برای هیچ کی بلند نمیشه. نه قطعا هم اینجوریه، مخصوصا جوانان خاش. میگم که خاشی ها، ما یه زمانی میگفتیم آقا فلانی رفیقمون خاشیه، یعنی پشتمون به کوه بسته است. اینقدر اینها با غیرت بودن. انشالله که هرگز این چنین نشه و این مطلبی که شما میگید پیش نخواهد. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، مراحمید شما، خواهش میکنم. این کلیپی رو اینجا گذاشتن دوستان، پخش میکنیم. نمیدونم بیننده برای ما الان زاهدان فرستاده.
خب ممنون دوستان، اینو پخش کنیم ببینیم بیننده کی هست. قطع شد تماسش. تلفن هم بگیریم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما. این صدای تلویزیون روشن باشه من دیگه قطع میکنم. من نمیتونم بگم صدای تلویزیون رو قطع بکنید. این صدا میاد مشکل ایجاد میکنه و ذهن ما رو و بینندگان رو به هم میزنه. خواهش میکنم صدای تلویزیونتون قطع باشه. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. قربان که سلامت باشید. خوبی سلامتین حاجی؟ ممنون شما، بفرمایید. الو. بفرمایید، صداتون رو آنتنه. گفتم هیچ کسی به خاشیه چیزی نه، اگر خاشیه ساکت به خاطر که شیخ الاسلام خط غریبه ده، اگر شیخ الاسلام اشاره بفرماید از ما سردادن است انشالله. خب ممنون، صدای شما رو هم شنیدیم. اما ایتون بگم که همه انسان ها نزد ما محترمن. اگر ما فقط یک فرد رو در نظر بگیریم، خون هزاران جوان دیگر رو در نظر نگیریم، این هم نادرسته. شیخ الاسلام هم اینو میدونه، هم این رو میدونن. همون گونه که خون مهسا امروز تبدیل به آتش فشانی شده و این آخوندها رو داره زیر آتش خودش میسوزونه، خون تک تک عزیزان ما در بلوچستان هم همین صورت. 100 نفر در نماز جمعه خونین زاهدان، در اون سوختبرانی که لب مرز کشتن و هزاران نفری که تا به حال کشته شدن. این نکته‌ای هست که ما باید هیچ وقت فراموش نکنیم، در این مسائل بدونیم که متوجه باشیم. دوستان این کلیپ رو پخش کنید. این الان روی واتساپ فرستاده شده برای من از زاهدان. اینو ببینیم. خب خیلی متشکر. ببینیم این تماس چی برقرار میشه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. صدای تلویزیون قطع کنید. خواهش میکنم، بفرمایید. از تهران تماس میگیرم. استاد دانشگاه شریف هستم. بفرمایید. ببینید من چند تا پیشنهاد دارم. این آمریکا زمانی که اومد میدونن که این حکومت تحت نشانده آمریکا آماده کردم و ارسال کردم. صداتون قطع و وصل میشه. انگلیسی دنیا صدای شما متاسفانه قطع میشه. من نمیتونم صداتون رو واضح بشنوم. شرمنده از این که ناچار میشم قطع بکنم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، مسلم هستم از زاهدان. بفرمایید آقا مسلم، در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. نماز جمعه امروز بله جناب احراری، نماز جمعه امروز طوری برگزار نمیدونم صدای ایشون قطع شد. این کلیپ رو پخش کنیم تا صدا کسی دیگه وصل بشه. ببینیم حالا تلفن رو بگیریم، واتساپ رو بگیریم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. سلام. سلام. صدای تلویزیون لطفاً قطع کنید. سلام بر شما، بفرمایید. وقتتون بخیر. عصر شما هم بخیر باشه. صدای تلویزیون لطفاً قطع. وقتت بخیر. من سردار مزاحم میشم. جواب اون پسر خاشی که زنگ زد. صداتون خیلی قطع و وصل میشه. گفت که سیاستمدار ما، بزرگای ما همه الان صدا خوبه؟ بله بفرمایید. آخه صدای تلویزیون رو باید خاموش کنید وقتی صحبت میکنید. آقای خاشی که زنگ زد گفت نه صدای تلویزیون خاموشه. اون آقای خاشی که زنگ زد گفت از بزرگای ما وارد سیاست میشن و نمیدونم میرن تو دولت و اینا. ما داریم اینجا. ما این دلیل نمیشه که ما نریم تو خیابون و مثلا اعتراض نکنیم. آقا هر کی به رسم خودش، ما حق خودمونو که به حق خودمونو چیز نمی کنیم بگیم آقا ما حقمونو نمیگیریم چون بزرگای ما رفتن تو دولت. این دلیل نمیشه برادر من. سپاسگزارم از شما تماس گرفتید. بی زحمت شما قطع کنید چون من خودم نمیتونم قطعتون بکنم. سپاسگزارم. این کلیپ رو دوستان ببینیم. این کلیپ دیگری که بیننده برای ما از زاهدان فرستاده.
متاسفانه وقتی که این چیز میشه این تصاویر قطع میشه. ببینید این خیلی جالبه قطع شدن این تصاویر. این کلیپ رو داشته باشید. جمعیت واقعا انبوه زاهدان. من نمیدونم چرا میخوام یه لحظه تماس نگیره تا من این کلیپ رو پخش کنم. پخش کنم. خب ممنون. حالا میتونید تماس بگیرید. سلام بر شما، بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. ممنون شما، بفرمایید. آقای علی جان خواستم چند نکته مورد مولانا بگم. بله بفرمایید. خواستم بگم حرفان خطاب به مولانا. جناب مولانا چند روز است که تمامی اقوام از مناطق مختلف آمدن و با شما بیعت کردند که شما از حقشان از کشته‌ها و تجاوز به ناموسشان دفاع کنید، نه اینکه بسپارید به گروه حقیقتیاب که خودتان هم باورشان ندارید. هر وقت از برادران بلوچ ما را کشتند، شما به جای حقگیری مردم داغدار را به آرامش دعوت کردید تا جایی که به دولت ثابت شده که بلوچ‌ها را بکشید، بعد مولوی اوضاع را درست می‌کند. شما را به خدا بگذارید اگر کشته هم میخوان بشن یک دفعه کشته بشن، ولی حقشون رو بگیرن تا حساب دست دولت بیاد. الان با حرکات کردهای تیور دیگه دولت و همگان فهمیدن که به کردها نباید چپ نگاه کرد. این بلوچ‌های ما بودن که انگلیسی ها را از کشور بیرون کردن. ولی شما الان از آنها من از آنها معذرت میکنم، یه قومی ترسو ساختید. تمام نگاه ها به قیام این جمعه بود که همگان با شما بیعت کردند و شما نگذاشتید که برادران آن حقشان را بگیرن که از آنها قول هم میگیرید که خواهشاً تکبیرهایتون از این کوچه بیرون نشود. ممنون از شما. تمام آیا داری؟ بله. من خودم از طرفی حتی اون روستاهای شما هستم. به خدا بله لهجه‌تون متوجه شدم. ما بله بفرمایید. هر جای می‌خواستیم تعریف کنیم میگفتیم رفیق ما بلوچه، ولی الان واقعا نمیدونیم که چی باعث شده که این بلوچ‌ها اینجوری که نتونن از حقشون دفاع کنن. اگر دیگه مولانا هم اینجوریه، خواهش میکنم از برادران بلوچ دیگه پس نگین که مولانا بخواد حکم جهاد بده. اینا بیاین تو خیابون مثل تمام دخترها دانشجوهایی که میان باید کشته بشیم، باید خسارت بدیم تا وقتی که بتونیم انقلاب کنیم. ممنون از شما، سپاسگزارم. صداتون پخش شد، بینندگان شنیدن، قطعا خود مولانا هم شنیده یا خواهد شنید. ببینیم این کلیپ رو. این وقتی که تماس گرفته میشه من دیگه نمیتونم کلیپ ها رو پخش کنم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. خسته نباشید. ممنون شما، بفرمایید. مرگ بر خامنه ای، نعلت بر خمینی. ممنون، صداتون شنیده شد دوست عزیز. این که رو پخش کنیم کلیپ رو. من نمیدونم این تماس ها گرفته میشه، کلیپ ها قطع میشه. سلام بر شما. کلیپ رو پخش کنید تا موقعی که اون وصل بشه. بله این تو مصلا دارن میگن مرگ بر خامنه‌ای. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، بفرمایید، صداتون رو آنتنه. با شبکه کلمه. بله شبکه کلمه هست، بفرمایید. بنده خدا قطع شد. خب ببینیم این قطع شد. میخوام ببینم که خبر جدیدی از زاهدان که خبر خاص باشه کسی داره یا نه. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. الو. بفرمایید. خب میگن دوستی میخواد از کنار مصلا وصل بشه. من چجوری آدرسش رو بدونم بهش تماس بگیرم و حداقل یک شناسه‌ای به من بدید. خب من داخل تلگرام ببینم اینجا، داخل تلگرام اینجا
کسی که میخواد از مصلی به ما وصل بشه کیه؟ چجوری من تلگرام که خب من چجوری این رو وصل کنم؟ خب بگید به من زنگ بزنه این شماره رو واتساپ، من ببینم که این بنده خدا کی هست. خب زنگ بزنه، من هر کی زنگ بزد قطع میکنم تا اون دوست ما وصل بشه داخل مصلی. زنگ بزنه، من بلافاصله وصل خواهم کرد. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون شما، بفرمایید. ما سلام تماس میگیریم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. در مسجد مکی درگیری و سلوم و فروغه و درگیری شدید. خب در همه رو بستن، مردم همه بزن بعد از اشکاوه و درگیری و سنگپرانی و ماشین میدن تو همه زدن، چپه کردن سلوم فروغه. ماشین کی رو چپه کردن؟ نیروی انتظامی هم. خب خبر دیگه داری یا نه از زاهدان؟ من نمیدونم این دوستان، حالا من تلاش میکنم ولی نمیتونم با این شماره وصل بشم. شما میتونید از استودیو وصل بشید، به من ایشون رو وصل بکنید تا من با ایشون صحبت بکنم. خب پیام خیلی زیاد اومده، من نمیدونم این پیام ها رو کدوم ها رو باید وصل بکنم، ولی شما اگه میتونید از داخل استودیو با تلفن به من وصل بشید یه جوری حداقل یا سلام بر شما، بفرمایید. خوب هستم. آقای عراری میشه من یه 5 دقیقه پس صحبت کنم؟ اجازه میدید؟ صحبتتون چی است؟ بفرمایید بفهمم صحبتتون چیه. ما برای همینیم که صحبتی بشه. بله والا فدات شم. آخه به خدا ببین مردم ما 99% این جمهوری اسلامی دوست دارن. ببین مردم رهبر رو دوست دارن از ته دل. ببین خود رهبر مردم رو دوست داره. شما فکر می‌کنی مثلا مهسا امینی مرحومه وقتی فوت شدن شما از کجا میدونید؟ رهبر خودشون اشک ریختن، رهبر خودشون گریه کردن به خاطر واقعا شاکر امین محمود. واقعا چی رهبر به این خوبی که گندش به تمام دنیا بلند شده، بوی گندش، تو چطوری میگی این رهبر خوبه؟ تو چه خوبی تو این دیدی؟ جز جنایت، جز فساد، جز تباهی، جز بدبختی، جز فقر، جز اعتیاد، جز فحشا، جز جنگ. تو از این انسان شیطان صفت چی دیدی؟ چه چیز خوبی از این دیدی که میگی این رهبر خوبه؟ ببین اینا همش کلیگوییه. بابا کلیگویی نیست برادر من، کلیگویی نیست. من تو داریم زندگی میکنیم. اگر یک ذره انسانیت تو وجود انسان باشه میفهمه این نمایه هایی که این آقا داره هیچ تفاوتی با شیطان نداره. من خودم تو مسجد بودم برادر، خودم تو مسجد بودم در سال 72. همین رهبر شیطانی تو، نه گوش کن برای اینکه بفهمی، همین رهبر شیطانی تو مردم رو با هلیکوپتر و دوشیکا تو مسجد به خاک و خون کشید. والله بالله مردم بیگناه و غیر مسلح، مثل کاری که در 2-3 هفته پیش زاهدان کرد. مسجد جامعه ما رو یه شبه شهید کرد. تو من نمیفهم از این رهبر خوب چه میفهمی؟ یعنی چرا این رهبر تو یک دراکولای خوناشام ضحاک صفت مار به دوشه، یک چنین صفتی را اگه براش میپسندی، من نمیدونم چه خوبی در این دیدی. من تو بگو من صحبت خدا داری اشتباه. من آقای عراری به خدا من خیلی دوستت دارم. والله اگه دوستت نداشتم بهت زنگ نمیزدم. میدونی تو خدا شاهد خیلی دوست از ته قلبم دارم میگم. آخه تو نگاه کن، من نگاه کن، تو انسان نیکی هستی، میگی من دوستت دارم. خب دوست داشتن تو منو دوست داشته باشی چه به درد میخوره که یه رهبر شیطانی رو داری میگی خوبه؟ حالا منو دوست داشت دنیا رو، این رهبر داره مردم رو میکشه. این چه رهبریه؟ خودش میگه من رهبر حقیرم. خب ببین ما برادر عراری عزیز امروز ما راهپیمایی داشتیم، شما ندیدیم میلیون ها نفر اومده بودن بیرون، همه به عشق رهبر اومدن. من یه حرفی رو یه حرفی رو میزنم، نگاه کن، گوش کن حرف منو، گوش کن این جواب منو بده. چه نیکی، چه سعادت. آیا تو نمایه دینی از این آقایون دیدی؟ رهبر تو این چیزا دیدی؟ عدالت دیدی؟ صداقت دیدی؟ پاکی دیدی؟ چی دیدی از اینها که میگی این خوبه؟ یک مواردی تو اشاره بکن که مثلا بگی خوبه که بهش اعتقاد داشته باشی. بفرما برادر عزیز. خب اینا رو نمیشه توی یه رسانه توی چند دقیقه گفت. خلاصه خوبیایی که رهبر کرده رو شما نشد. نگاه کن، خواهش میکنم چشم گوشتو باز کن، بذار الان ما به قیام مردم برسیم. سپاسگزارم.
یه خواهشی ازت دارم، اینو تماس بگیر با خود رسانه هایی که دست این رهبر شیطانی هست. من رو هم ببخش، خدایا رو نگهدارت باشه. پیامتو رسوندی، دوست داری این شخص رو، ولی از خدا میخوام که اگر انسان صادقی هستی قلبتو هدایت کنه، ولی دیگه بدونید که فریب این شیطان رو نخورید. من دوستان نمیتونم با واتساپ تماس بگیرم و شما لینک هم فرستادید، من این لینک هم روش میرم، این لینک میره برای خودش یه جای دیگه. ببینم این شماره، شاید این همون باشه که داره تماس میگیره. سلام بر شما، بفرمایید. یا نه اونم نیست، نه اون شماره نیست. سلام بر شما، بفرمایید. خب نگاه کنید، صدای خونت میاد، صدای تلویزیون میاد. یه میان برنامه با هم میریم عزیزان. بعد از دیدن این میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود و تماس‌های شما. با هم میان برنامه رو ببینید.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، متاسفانه اخباری که از زاهدان داریم گویا که تعدادی از هموطنان عزیز ما مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. تا این لحظه ظاهرا شهادت 2 نفر تایید میشه که توسط تکدیراندازان به سرهای اونها شلیک شده و جای تأسف داره این مسئله رو که الان با هم میبینیم. و فردی از هموطنان ما که کنار مصلی هست میخواد به ما اخبار رو برسونه در این ارتباط، ولی هنوز تا لحظه‌ای که صدای ایشون وصل بشه ما اخبار رو داشته باشیم. اینجا گفتن که مردم به کمک معترضان در شهر زاهدان بپیوندن. نیروهای سرکوبگر رژیم در مناطق مختلف شهر زاهدان با معترضانی که فقط در حال شعار دادن بودن درگیر شده و بر اساس برخی گزارش‌ها شماری از مردم زخمی شدند. از همه شهروندان دعوت میشه که برادران خود رو در سطح شهر و خیابان‌ها تنها نذارن. میگه که بله متاسفانه در سطح شهر سراوان هم درگیری شده و برخی افراد خودفروختن با نیروهای حکومتی همراه شدن. جای تأسفه که ما این خبر رو داریم. تا زمانی که دوستان من منتظرم تماس ما با اطراف مصلی زاهدان وصل بشه تا ببینیم که در اونجا چه خبره. بحث فراخوان‌های مردمی هست که دارن در این لحظه اعلام میشه که باید فراخوان‌های مردمی رو تحت پوشش قرار بدیم. همه ما ببینیم که در مناطق دیگه ایران تا اون موقع چه خبر هست. از آخرین خبر در مهاباد گویا که تیراندازی وحوش خامنه‌ای به مردم مهاباد هست. دوستان اگه بشه این تصویر رو پخش بکنیم از مهاباد هم داشته باشیم. دوستان تماس از چیز وصل شد ما بگید از زاهدان که ما بتونیم گزارش زنده داشته باشیم. این تصویر مهاباد رو نشون بدید بی زحمت. بله ظاهرا در مهاباد درگیری شدیده. از نوع سلاح‌های اینا مشخصه که نیروهای سرکوبگرن که دارن به مردم حمله کردن. خب ممنون دوستان عزیز، این کافیه. ببینیم خبر دیگری رو ما داریم که امروز الان خدمتون ارائه بدیم لحظه به لحظه از قیام مردم. بله فیلم دیگری هم از مهاباد برای ما فرستادن. این فیلم رو هم ببینیم با هم. خیلی عجیبه. خب اینها دیگه رفتنی هن. این تلاش بیخود رو دارن انجام میدن با کشتن دیروز دست خودشون رو به خون بیشتری آلوده کنن. خب کافیه دوستان، این مهاباد رو ببینیم. تصویر دیگری دوستان اگر خبری از هر جای ایران داشتید برای ما بفرستید، ما در همین لحظه میتونیم خدمتون پخش بکنیم. بله در زاهدان فیلمی هست برای من ارسال شده. این فیلم رو دوستان بتونیم پخش بکنیم اینجا. مثل اینکه تیراندازی هست. خب کافی اخباری هم داریم که گویا که زخمی ها رو آوردن داخل مصلی مکی زاهدان برخی رو و خب این شیطان ها دیگه بهتر از این نیستن. بعد خود مردم ببینیم این در شهر زاهدان هست، در یکی از فلکه های زاهدان. ظاهرا قبل از این تیراندازی هست این فیلم ارسال شده. اینو با هم ببینیم. خب این مشخصه دیگه مردم تصمیم خودشون رو گرفتن، چه زاهدان چه سنندج و چه تهران و چه شیراز و چه مشهد. مردم کوتاه نخواند اومد تا سرنگونی این نظام سراسر جنایتکار و آخوندی.
این هم گویا که از زاهدان برای ما ارسال شده. دوستان این رو هم با هم ببینیم. عجیبه واقعا این اخبار رو ببینیم دوستان. میشه این پخش کنیم؟ دوستان اگر امکان دارید تماس تلفنی که گفتید وصل میکنید به این وصل بکنید که من ببینم این گزارشی که از اطراف مصلی به ما داده میشه این گزارش چگونه خواهد بود. ما دیگه باید لحظه ای الان اخبار رو داشته باشیم، هموطنای ما بدونن چه اتفاقی افتاده. بله تصویری از خیابون‌های مهاباده که الان یک لحظه خدمتتون پخشش میکنم. خب دوستان این ببینیم از مهاباد. وقتی که انقلاب کبیر ملتی آغاز میشه دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. ببینیم این تلفن چه میگه. سلام بر شما، بفرمایید. متاسفانه این صدا نمیاد. خب میگن وصله. خب اگر وصله ما در خدمت شما هستیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. صداتون رو آنتن هست. بفرمایید صداتون رو آنتن هست. از زاهدان چه خبر؟ بله. الو. از زاهدان چه خبر؟ میگن اینترنتشون ظاهرا ضعیف شده. خب دوستانی کاری بکنید که بتونید با تماس بگیرید. تماس تلفنی با ایشون اگر امکان داره بگیرید. تماس تلفنی بگیرید، به من وصلشون بکنید تا ما بتونیم صداشون رو داشته باشیم. دوستان تماس تلفنی بگیرید، ما بتونیم با ایشون تماس تلفنی صحبت بکنیم. ولی جای نگرانی هست. باید همه هموطنان حواسشون جمع باشه که امروز روزی است که اگر ما کنار هم بودیم، با هم بودیم، پیروز میشیم. اگر تنها باشیم بدونید دشمنان بر ما غلبه خواهند کرد و به اهداف خودشون خواهند رسید. خب من واتساپ رو قطع کردم به خاطر این تماس از زاهدان. بذار من واتساپ رو دوباره وصلش بکنم با این حساب که ببینیم که حداقل داستان این چجوریه که داستان رو داشته باشیم. خب پیام صوتی هم بفرسته، ما پخش میکنیم. پیام صوتی بفرسته، ما پخش میکنیم. ولی شما پیام صوتی رو برای من میتونید همینجا بفرستید یا جایی که من بتونم بشنوم برای بیننده هم پخش بکنیم. بیننده ای الان برام فرستاده سلام همین الان زاهدان. بله دوستان این تصویر رو نشون میده از اینکه مردم هم مسلح شدن ظاهرا در زاهدان در برخی از جاها. این پمپ بنزین رو نشون میده. کافی دوستان بریم اینجا ببینیم تصویر. از قشم خواسته که گفته انتظار داریم که مردم قشم هم وارد این انقلاب بشن. تصاویری رو از جمعیت زاهدان فرستاده که ما این تصاویر رو پخش کردیم. تیراندازی به طرف معترضین در سراوان. دوستان عزیز تماس نگیرید تا ما بتونیم این کلیپ ها رو پخش بکنیم. ما تماس میگیرید همینجوری نیا کنید. این سراوان هست. دوستان پخش کنید فیلم سراوان رو. من میگم تماس نگیرین، تماس میگیرن. چیکار کنیم؟ ببینید این سراوان. ببینیم چی میگن دیگه، چیکار کنیم؟ تماس میاد پیدا. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما. خب در ضمن ما این کلیپ سراوان هم پخش میکنیم، دوستان پخش کنید. میگم تو زاهدان خیلی تیراندازی شده، کمک بفرستید. کمک از کجا بفرستیم براتون کمک؟ خودتون باید به فکر هم باشید دوست عزیز. شما باید دست به دست هم بدید و کنار هم باشید. ما که اینجا تنها کاری که میتونیم بکنیم که پیام صوتی رو میتونید پخش کنید. چجوری پخش میکنید؟ بفرمایید پخش کنید، ما گوش میکنیم. با هم پیام صوتی رو گوش کنیم که از زاهدان ارسال شده.
1 2 3 چشم، من صحبت میکنم، من اخبار میدم. خب میدونست این واتساپ ها خیلی پیام اومده اینجا. ما الان بله بفرمایید، پخش کنید. منم ما الان توی خیام هستیم، حدود بله بفرمایید. 200-300 نفر از نیروهای سپاه اینجا مستقر شدن. جو خیلی خیلی ملتهبه، تیراندازی میکنن، گاز اشکاور میزنن. انتظامات مسجد مکی مردم رو به زور نگه داشتن جلوشون رو و هر آن واحد احتمال درگیری داره. کل خیام در تصرف نیروهای سپاه، حدود 400-500 تا نیرو آوردن اینجا و تا الان 2 تا شهید داشتیم و 3-4 تا زخمی هم بوده. خب خیلی متشکرم. خبر دیگه ای ندارید؟ آیا از اطراف مردم نیومدن به طرف مسجد مکی اینها؟ خب خیر باشه انشالله. این پیام بدید ایشون هم مطلبی باشه که ببینیم چه خبر بود. این انا لله و انا الیه راجعون. نگاه کنید یک مطلبی که بینندگان مهمه حالا در این لحظه که ما به صورت زنده در خدمت شما هستیم، اونم اینه که وقتی چنین شرایطی پیش میاد دیگه نشستن تو خونه جایز نیست، باید همه بیایید. شما نگاه کنید الان اومدن 200-300 نفر نیرو محاصره کردن خیام رو. خب مردم هم در اون شرایطن. انتظامات مسجد مکی داره تلاش میکنه که بتونه جلوی این شرایط رو بگیره که به درگیری کشیده نشه بیشتر از این. 2 نفر ظاهرا شهید شدن تا این لحظه، تعدادی زخمی. اما اگر سراسر شهر زاهدان هموطنان همه بیان بیرون این گونه نمیشه. من گفتم هموطنان سیستانی، بیرجندی، یزدی که مهاجرانی که از شهرهای دیگه هستن همه باید تو خیابون باشن، تو میدان باشن. مهاجران حتی افغانی ما امروز زمانیه که شما باید همدردی بکنید با مردم. لحظه ای است که نباید زاهدان تنها بمونه. نگاه کنید امروز این یک قیام ملیه که سراسر ایران درش قرار گرفته. کردستان رو ببینید، این قیام ملی باید حمایت بشه. این که تصور نکنید که اینها فکر کنن تو یک منطقه مستقر شدن، تعدادی رو کشتن یا دستگیر کردن، بعد ماجرا تمام میشه و بعد تلویزیون مظلوم نمایی هم بکنن. نه، باید قدرت خودتون رو نشون بدید. میدونم صحنه سخت سنگینه اما باید ما بیدار باشیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. میخواستم به این ملت بگیم، مردم ایران بگین کمکی زایدانیا کنن، اینا بیچاره‌ها گناه دارن، تو رو خدا بلندشن برن کمک. ممنون. این کلیپ رو پخش کنید. این لحظه قبل ظاهرا مال قبل از درگیریه. ببینید این قسمتیه که مردم قرار گرفتن، ظاهرا محاصره نیروهای انتظامی چیز اونور هست. خب دوستان این تصویر رو دیدیم با هم دیگه. ممنون از شما. ما امروز آماده ایم که بتونیم اخبار لحظه‌ای شما رو پخش بکنیم. کانال سپاه ببینید چی گذاشته. بی‌شرف ها میخوان مردم رو میکشند و طلبکارن. تلاش عده‌ای محدود برای ایجاد ناآرامی پس از پایان تجمع نمازگزاران مسجد مکی. در حال حاضر خیابان‌های اطراف مسجد مکی آرامش نسبی برقراره. واقعا حالا اون طرف میگه من خامنه‌ای رو دوست دارم. اینا جز شیطنت و جنایت چی دارن؟ ببینید دوستان، بیارید این کانال سپاه رو ببینید. پررویی و شیطنت اینها دیگه در اوجشه. طرف داره گزارش میده که چه اتفاقی افتاده، شهید شدن، بعد از این ور ما این مسئله رو داریم شاهدش هستیم و میبینیم. جز دروغ، جز فریب، هیچ چیزی دیگر از اینها وجود نداره. بیننده ای کلیپی فرستاده که من این کلیپ رو بتونم بفرستارمش در واتساپ. این واتساپ رو باید فعالش کنم، نمیدونم چیکار کنم. برخی دوستان نمیذارن ما درست از واتساپ استفاده کنیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. خب این کلیپ هایی برای ما ارسال شده، ما بتونیم این کلیپ ها رو پخش کنیم
من خب ناچارم این کانکتور رو قطع کنم. یه لحظه ما رو بذارید. از مولوی گرگیش هست عکسی رو، دوستان این عکس رو ببینید. مولوی گرگیش الان در استان گلستان بوده در نماز جمعه که ایشون میتونید تصویر رو نشون بدید یا نه؟ تصویر من نمیتونم کوچیکش کنم. اگر میتونید تصویر مولوی گرگیش رو نمایش بدید، نمیتونید هم اشکال نداره، بعد تو کانال ها گذاشته میشه. این فیلم رو بی زحمت پخش کنید دوستان ببینید. این فیلم از زاهدان ارسال شده. نمیدونم این فیلم بر صدای تیراندازی رو میاد. میشنوید صدای رگبار تیر رو میشنوید؟ میشنوید صدای رگبار تیر و تیراندازی رو؟ مشخصه که اینا حمله شدید رو به اطراف مسجد مکی کردن. هموطنان عزیز ما، مردمان نمازگزاران رو تنها نذارید. شرایط حساسه. اگر شما امروز تنها گذاشتید هموطنان خودتون رو در زاهدان، بدونید که جنایتی است بدتر از اون جنایت جمعه خونین ما شاید شاهدش باشیم عزیزان. نمیدونم واقعا با چه زبونی میشه اینها رو مطرح کرد. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. این مردم نیکشهر و کنارک اینا امام جمعهشون مگه کجان؟ این نمیرن جلو؟ اصلا بیعت با عبدالحمید هم نمیرن. ممنون از شما، پیامتون رسید، سپاسگزارم از شما. ببینیم این اخبار نگران کننده است. من مقداری زیاد آسون نیست. میگن مولانا گرگیش هم در سخنهای تند و شدیداللحن به تهدیدهای نیروی امنیتی علیه خودشون و شیخ الاسلام با نام داعش و همچنین دفاع از مولانا مقابل تهدیدات سپاه و پاسخ تند به آخوند مؤمنین نیز انتقاد از بی‌تفاوتی مسئولین از وقایع زاهدان و پررنگ جلوه دادن واقعی شیراز و صدور پیام‌های تسلیت سراسر کشور و سکوت در برابر حادثه تروریستی زاهدان و مصاحبه علمای درباری با صدا و سیما سخنرانی کردند. مولانا صدا و سیما را یک رسانه میلی دانستند. ایشان هم تاکید کردند که همه اقوام مذاهب در ایران نیستند و تجزیه طلب نیستند. نگاه همه اقوام و مذاهب در ایران نیستند. نیا کنید مولانا گرگیش خب مسئله جالبی رو اشاره کرده. با ایشون تمام نشون بدید این پیامی که برای ما اشاره شده، ارسال شده از استان گلستان. اگر میشه یک لحظه این رو نمایش بدین بینندگان ببینن که در استان گلستان هم بالاخره مولانا گرگیش ارسال کرده مطالبی رو. بینندگان میگن ما فیلم هایی را هم خواهیم فرستاد. میگن 3 تا تیرانداز هم در پشت های مسجد جامع، پشت بام مسجد جامع مستقر شدن در استان گلستان. این رو ببینید دوستان. اینا جالبه که دنبال اینن که به بهانه داعش که داعش نیروی خودی خودشون هست بتونن مردم رو سرکوب بکنن. دوستان کافیه. حالا بعد انشالله خطبه ها رو پخش میکنیم. سپاسگزار از شما دوستان عزیز. من تماس بگیرید اگه خبری دارید، تماس بی جهت نگیرید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من سراوان تماس میگیرم. تازه خبر به گوشم رسید که 2-3 نفرم تیر خوردن. بله دوستان این تصویرم میبینن بلندشو میکنن میبرن. در حالی که شما صحبت میکنید دوستان این تصویرم نشون بدید. بله بفرمایید. بفرمایید. میگم که اینا دست خالی هستند. با دست خالی دارن میانی تظاهراتی شعاری داره میدن. بله بله. شما از ترس خودتون دارید تیراندازی میکنید سمت مردم. بله ممنون. صدای شما رو شنیدیم دوست عزیز. از خدا کجا میرید؟ بله بله انشالله در نخواهم. انتقام مردم نزدیکه. بله این تصویر از یکی از تیرخوردگان زاهدان هست که برای ما فرستاده شده. اتحاد مردم بلوچستان میگه واقعا اگر اتحاد امروز نداشته باشید کی میخواید اتحاد داشته باشید؟ سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. دوستان خبری از اطراف مسجد مکی دارید برای ما بفرستید. سلام بر شما، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، ببخشید این یکی زنگ زده بود میگفت خمینی و اینا خوبن برای ملت. میگم اینا کثافتن، قاتلن، خون مردم رو کردن تو شیشه.
خب ممنون از شما. الو. بله ممنون از شما. دوستان اگه میشه این نشون بدین پرتاب گاز اشکاور در مسجد جامع سراوان پرتاب کردن، دوستان ببینن همزمان شما صحبتتون بکنید. ببینید داره سخنرانی میشه که اینا پرتاب گاز اشکاور رو انجام دادن. بله میبینید بله بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. خوب سلامت. ممنون شما، بفرمایید در خدمت شما هستیم. خوب هستی آقا؟ ممنون شما، بفرمایید. صدا رو آنتنه. آقا شما توی خبران میگه گفتی که افغان برادرم بیا بیرون، افغان بیکار نیستی که بیا بیرون، چیکار افغان بیکار کار نداره؟ من نمیدونم برادر عزیز، کسی که تو یک سرزمین داره زندگی میکنه مسئولیت داره. مردم بلوچستان 43 سال آغوششون رو برای مهاجران افغان باز کردن، در حالی که مثل خودشون بودن. این به نظر من انصاف نیست که اونها بنشینند و تماشا بکنن که بقیه اونجا کشته بشن و این جای تأسف داره به اعتقاد من. خب این دیدید که مسجد سراوان هم این کار رو گلوله گاز اشکاور انداختن. بیننده میگه من خودم کرد هستم، تا امروز فکر میکردم بلوچ‌ها از ما شجاع‌ترن. نه، بلوچ‌ها الحمدلله تو خیابان هستن، واقعا خیلی شجاعن، همه ملت ایران شجاعن. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. آقا قطع کردی میگم من نمیدونم چی میگه که بعد میگه زنگ میزنن کمک میطلبن. نه، بلوچ‌ها باید خودشون باشن. نگاه کنید این لحظه شهید شدن ظاهرا میبینید عزیزان، ظاهرا یک سر ببینید این یکی از شهدای زاهدانه که انا لله و انا الیه راجعون. واقعا جای تأسف داره که مشاهده این جنایت ها هستیم. فیلم دیگری رو واسه از نفر دوم ظاهرا شهید دیگری فرستادن برای ما، اون رو هم میبینیم با هم دیگه دوستان. ببینیم بله این فیلم رو هم دیدیم. ببینیم این بیننده چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون شما، بفرمایید در خدمت شما هستیم. این زاهدان خیلی شلوغه، 2 نفرم کشته شدن. بله مطلب دیگری داریم. بعضیا مثل این که میگن که چرا خاشی، بله میگن چرا خاشی نیومدن. خاشی همه زاهدان حضور دارن، برادران بیان زاهدان، همه افغانی ها حضور دارن. اگه یکی میگه که افغانی فلان افغانی نیومده، نه همه افغانی اومده. توی جعبه گوجه یه دونه پوسیده هم گیر میاد، اونم مثل اون پوسیده هاست که زنگ زده. همه برادران افغانی، همه برادرای خاشی زاهدان حضور دارن. مرد میدان باشین، حضور باشین تو خیام. ممنون، سپاسگزارم از شما. دوست عزیز نه تنها خیام، باید همه اطراف زاهدان رو برای اینها جهنم بکنید. اگر شما در یک جا خود از جانبازان داره میام، جانبازان خیلی شلوغه. بله. خب گزارش بده از زاهدان، گزارش بده برای ما، چه خبر در زاهدان الان؟ شلوغه. ما تو ماشین بودیم اصلا نمیشه بریم، همه جاده ها رو بستن، ما موندیم تو خیابون مزاری. مردم چطورن در این وضعیت؟ خیلی شلوغ بود، همه هیچ کس فرار نکرده، همه سر جاهاشونه. اینا همش دروغه، همه تو خیابون. یک سوالی دارم، آیا سیستانی‌ها هم با مردم بلوچ همراه شدن یا نه هنوز تو خونه ها نشستن؟ نه، فقط لباس بلوچی و برادران افغانی زیاد اینجا وجود داره. خب من انتظارم اینه مهاجران سیستانی، هموطنان سیستانی، بیرجندی، کرمانی، اصفهانی، هر که در زاهدان هست باید همراه مردم زاهدان بشه. امروز این حیثیت ما برای همین میگیم، همه دست به دستن. بله ممنون از شما. بله من خودم فارسم که تماس گرفتم، ولی بچهای خاشو میبینم، میشناسن. حضور بچهای خاش خونگرم همه همینجا هست. آره سپاسگزارم، ممنون از اینکه تماس گرفتید، خیلی سپاسگزارم. بله این گونه تماس ها رو با ما بگیرید، اخبار رو به ما لحظه‌ای بدید تا ما بتونیم این اخبار رو به سر جهان پخش بکنیم. بیننده اینجا پیام صوتیش که من نمیتونم باز کنم، ببینم بیننده کرد به ما چه پیامی داره. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. خسته نباشید. ممنون. درود بر مردم کردستان، درود بر مردم زاهدان.
سپاسگزارم از شما. دوستان فقط تماس بگیرید اگه خبری دارید. نگاه کنید الان چون بحث اینه که اخبار برای ما مهمه، خبرایی که ما دستمون برسه. اینجا کلیپی رو برای ما فرستادن، این کلیپ رو با هم ببینیم. واقعا عجیبه این ظاهرا از دور. دوستان اینو نشون بدید این کلیپ رو. گویا که تا از ببینم تا این لحظه که تو این آتش سوزی در یا کنید تمرکز نباید فقط روی یک جا باشه، ولی خب بعد نذارید در خیام هم هموطنان ما اونجا قتل عام بشن. این نکته عزیزان من حتما مد نظر داشته باشید. هر کسی هر خبری. بله صدای مردم میاد، فریادای این نمیدونم با چه گلوله‌ای شلیک میکنن، چنین صدایی داره. اینجا زاهدان 6 آبان 1401. اینم دودی که داری میبینین بعد نماز جمعه این همه دود و صدای تیر و خب بذار دنبالش رو بشنویم. بمباران انگار میدون جنگ شده اصلا. البته میگن ظاهرا این قدیمیه. دوستان کلیپ جدید برای ما بفرستید، کلیپ جدید بفرستید که ما کلیپ جدید داشته باشیم، خبر جدید داشته باشیم. سلام بر شما، بفرمایید. میگه اخبار مهمی پخش کنید. جان سلام بر شما، بفرمایید. سلام استاد. سلام، بفرمایید. من از تماس میگیرم دوست عزیز. از کجا تماس میگیرید؟ از زاهدان. بفرمایید، به ما گزارش بدید، بفرمایید. زاهدان خیلی اوضاع خرابه. من الان در جانبازان هستم، مردم همه سراسیمه دارن سنگ میزنن، شلیک میکنن و این کثافتای بیشعور تا میتونن سلاح نظامی و نیرو بر خودشون آوردن. مردم خواهش میکنه به مردم زاهدان بپیوندید. ما مردم خاص اومدیم اینجا با مولانا بیعت کردیم. بله خیلی متشکرم، خوب شد اشاره کردید. ولی نگاه کنید شما هم بعد راه ها رو یاد بگیرید، راهایی که بتونید اینها رو خنثی بکنید. ممنون از این تماس گرفتید. دوستان اگه هر خبری بود دوباره تماس بگیرید. اینجا بیننده میگه من خبر مهمیه. خب خبر مهم با تماس میگیرم ببینم این خبر مهم چی هست، چون پیام صوتی باز نمیشه پیش من. ببینم آیا میتونی این خبر مهم رو به هم بدی؟ چیه خبر مهمت که اعلام کردیم؟ ببینیم تلفن میگیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. الو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام. دوستان این کلیپی از مهاباد هست، با هم ببینیم این کلیپ رو. اگه میشه نمایش بدید دوستان. کلیپ مهاباد هم همین لحظه مردم در خیابان ها هستن. دوستان کلیپ مهاباد نمایش بدید. دوستان عزیز میتونید کلیپ مهاباد رو بیارید بالا یا نه؟ خب ظاهرا ببینیم تلفن بگیریم تو کلیپ آوردید بالا. خب این قسمتی از مهاباده که ظاهرا نشون میده که درگیری هست. خب دنبالش رو ببینیم. اینو شنجی علی آزادی، مرگ بر دیکتاتور هربجی مهاباد. خب ببینیم که آیا خبر خاصی دیگه از مهاباد داره. اکبر ظاهرا درگیرند و خب باشه. میگه در مورد اتحاد بلوچستان و میگه سلام استاد عزیز، این بی‌شرف‌ها وحوش نظامی کل شهر رو اشغال کردن، راه‌ها مسیرها رو به شهر بستن، درگیری و شلوغی شدید مردم رو تو حصار قتل عام کنن، حتی نیروهای رانندگی هم دست به اسلحه بردن. خب این گونه نیست که فکر کردن همیشه. خدا بزرگه انشالله. ببینیم اینجا عکس شهیدی رو که اینو فردی پا رو دیدیم و ببینیم خبر جدید چیه که اینجا اینو پخش کنیم. خب
ببینیم این تماس چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. این واتساپ هم اینجا جواب نمیده ظاهرا. دوستان ظاهرا شرایط زاهدان مساعد نیست. خواهشی که از همه شما داریم، من سربازی داخل پادگان بودم، اینو تازه گرفتم از داخل پادگان، ببینم این چه چیزیه که پخش میشه داخل پادگان. برامون فرستاده. دوستان اینو پخش کنید ببینیم. ظاهرا سرباز داخل پادگان ظاهرا برامون فرستاده. دوستان ظاهرا تصویر رو درست کردن. بیشتر از این بیان از جلوی مراکز نظامی دارن تظاهرات میکنن. الان شهر محاصره شده، نگاه کنید. خدا عاقبت مردم رو به خیر کنه. من خیلی نگرانم. ممنون دوستان عزیز این رو دیدیم. دوستان اگر پیامی دارید برای ما بفرستید، خبری، این نمیخوام که چیزی بشه. در مورد سراوان کلیپ فرستادن برای ما دوستان. خب این سراوان رو ما پخش بکنیم. گاز اشکاور مزدوران رژیم کشته ندن، گاز اشکاور کمک کن. خب این گاز اشکاور بود که سراوان پخش شد. ببینیم دیگه چی از سراوان عکس فرستادند و عکس رو نشون بدید. این سراوان لحظه ای از تظاهرات مردم هست. خب ببینیم بیننده چی داره، خبر خاصی داره یا نه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم. سلام. خبری مطلبی دارید بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلامتی. ممنون شما. از کجا تماس میگیرید؟ من از ایران شهر تماس میگیرم و میخوام از مردم ایران شهرم در این تظاهرات شرکت کنم. بله خیلی متشکرم. حتما ضروریه دوست عزیز. مطلبی که گفتید باید هموطنان ما بدونن، به ویژه بلوچستان. اگر مردم زاهدان رو شما تنها گذاشتید، ظلم بزرگی در حق مردم انجام دادید. این نکته ایه که باید تمام مردم ایران، امروز کردستان وارد قیام شده، همه جا وارد قیام شده. میگه خیلی جوانان دارن میرن سمت جانبازان، لطفاً اطلاع رسانی کنید به مردم. هممون داریم میریم به کمک، بیان در ضمن به برادران سیستانی و بقیه اقوام که سالها در این شهر و استان بزرگ شدن، پرورش یافتن، خواهشاً به ما ملحق بشن. ولی نکته خیلی مهمیه. بیننده ای از بهبهان تماس گرفته، میگه بهبهان شلوغ درگیریه. خب شما اینترنتت قطع شد دوست عزیز، من باهات الان تماس میگرفتم بهبهان، نمیدونم چرا نمیتونم باهات تماس بگیرم. و خب این بیننده ما که از بهبهان تماس گرفته و این رو میگه یک ماشین نیرو انتظامی رو هم مردم منفجر کردن در بهبهان. این تماس ها ببینیم اینجا کلیپ چی فرستادن. زاهدان میگه همین الان. ببینم این چی همین الان. این قبلیه، ما اینو پخش کردیم. تصویر جدید دارید برای ما، تصاویر جدید بفرستید. آره اینو دوستان بذارن زاهدان الان ما بتونیم پخش کنیم. نیا کنید اگر امروز به داد هم نرسید، فردا دیگه دیره. برای جنازه ها نماز جنازه خوندن و گریه کردن دیگه ثمری نداره.
نکنید این فیلم رو بیننده ما اینجا فرستاده. اینجا کجاست؟ حالا من تو ذهنم نیست الان. خدا عاقبت بخیر کنه، رحم کنه به مردم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. میگه در زاهدان بنبسته. سلام بلوچا، خدا با شماست. از چی میترسید؟ کردستان رو الگو قرار بدید. 1 نفر مهابادی کشته شده، کل شهر رو گرفتن. از شما فقط در 1 روز 100 نفر رو کشتن. چرا اینقدر مظلومانه صحبت و درخواست کمک میکنه؟ اون شخص خدا میدونه یک کسی حرفی زد اشتباهی کرد. سلام، خسته نباشید. اماد کبدانی هستم. من از شهرستان مهرستان پیام میدم. اینجا مهرستان اصلا خبری نیست، چون شهر پر از مخبر و نیروهای نظامی خوش خرم تو بازار دارن میگردن. نصف مخبران مردم از میترسن. نه نگاه کنید، همیشه اینجوری نمیمونه مسئله. سلام بر شما. گذشت عصر مخبر بازی. سلام بر شما، بفرمایید. میگه من با واتساپ تماس میگیرم. خب من نمیدونم چرا واتساپ شما آخه پیش من غیر فعاله واسه تماس. سلام بر شما، بفرمایید. خسته نباشید. من از زاهدان مزاحمتون میشم. علیکم السلام. بفرمایید از زاهدان چه خبر؟ من یک گلای ازتون دارم در رابطه پیش مولانا. شما گفتید سیستانیان. ما مردم سیستان و بلوچستان استان مال ما هست و 5 تا طایفه از سیستان با مولانا عبدالحمید اومدن همبستگیشون اعلام کردن. طایفه جانتیق، اشترک، شهرکی، خمر و طایفه کیخا بزرگا اومدن و ما مردم استان سیستان و بلوچستان، من از مادر جهانتیق هستم، شیعه هستم مادرم. خب ما اتحاد داریم، به هیچ مشکلی با هم نداریم و با هم با حکم الله به اذن الله به این بله. صدای این بیننده قطع شد. سپاسگزارم که این تماس رو گرفتید. اتفاقا بیننده دیگه هم میگه سلام، من شیعه هستم، زنم اسماعیل زئی هست، من جانم فدای حاکم وطنم، ناموسم و تمام انسانهای آزادیخواه حمایت میکنم، جانم فدای اهل سنت. بله این حداقل انتظاریه که داره. اینجا میگه سلام، تیراندازی در فلکه خیام و حضور ضد شورش. با تأسف همکنون چند نفر زخمی به داخل مکی آوردن. انا لله و انا الیه راجعون. خب نشونم بدید بینندگان ببینن، فقط این بحث لیستا نباشه. وضعیت تو زاهدان و سراوان خیلی 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 خرابه دوستان. التماس دعا. اینترنت قطع میکنن، ضعیف میکنن، وضعیت خیلی خرابه. دارن میرن میزنن. از شبکه پخش کنید. مجاهدین بلوچ اسلحه بردارن. فیلم زخمی ها رو برای شما میفرستم. سریع مسجد مکی رو حمایت کنید. شهید و زخمی داریم. بلوچ ها سریع به طرف مسجد مکی بیان. خب پیام صوتیش پیش ما باز نمیزه. میگه اینها دروغ میگن برخی که تماس میگیره. کافی دوستان از ببینم. اینجا بیننده‌ای میگه که سلام، تاکتیک مهمه، اعلام کنید برادران مجاهد اومدن برای امشب برنامه دارن، الان میتونن از پشت سر این نظامی ها رو بزنن. بله بعد سریعا اعلام کنید. اتفاقا فکر خوبیه، نباید اینا رو بذارید به حال خودشون. الان چند تا فیلم دیگه میگیرم میفرستم. میگه مهاباد میدان فروشه ملا جامی 6 آبان 6 تا شهید تا حالا داشتیم. درگیری سنگینیه در مهاباد. خب چند تا فیلم گرفتید بفرستید، ما به روی چشممون پخش میکنیم. میگه مردم جالق و سراوان گشت همگی دیروز رفتن زاهدان برای بیعت و همبستگی. سراوان امروز اوضاعش خرابه. هر خبری که رسیده کاملا درست هست. فقط مردمان جالق و مهرستان که مخبر خیلی هست در اونجا کمی آرامش هست. نه این مخبرها رو از خداوند میخوام که زودتر اینها رو انتقامشون از مردم از اینا بگیره. این کلیپ رو فرستادن دوستان، ببینیم چی کلیپ هست. بله زاهدان هست. خب این کلیپ رو دیدیم، ممنون. این
موبایل شما اسلحه شماست. این اخباری که شما پخش میکنید سراسر دنیا میرسه و مردم میبینن. ببینیم این از مهاباد چی فرستاده برای ما. این مهاباد رو بذاریم دوستان ببینن. خب ببینیم فیلم دیگری هم از مهاباد هست. این همونه. خب ممنون دوستان، این کافیه. ببینیم فیلم فرستاده، این رو پخش کنید. این رو پخش کردیم دوست عزیز، اطلاع رسانی کنید. سلام، زاهدان درگیری تو خیابان خیام، مردم رو نگه داشتن، هر کس بخواد بیاد بیرون از خیابون بهش شلیک میکنن. برادر من الان اونجاست، تو رو خدا اطلاع رسانی کنید. چشم. یا کنید، باید یاد بگیرید راه مبارزه. دیروز دیدید بختیاریا چی کار کردن؟ باید یاد بگیرید. مولانا مردم زاهدان رو به جای که به شجاعت، خب این که چی، مخصوصا قسمتی گفت کمیته حقیقت یاب اینها، خب دیگه نگاه کنید این مردم الان شرایطش این گونه است. بذارید خود مردم زاهدان تصمیم خودشون رو میگیرن. نمیدونم تصویر چی فرستاده. سلام کبدانی، مرگ بر خامنه ای که بلوچ‌های ما رو ناکام کردن. نه خب انشالله انتقام گرفته میشه. آریز این رو تصاویر رو ما دیدیم، صحنه‌های از جنایت رژیم. خودتون اگر فیلم جدیدی دارید این فیلم رو بفرستید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. ممنون شما، بفرمایید. میخواستم بهتون بگم که الان از ایرانشهر یه هلیکوپتر داریم یه طرف زاهدان فرستادن از کرمان. بله دیگه نگاه کنید، مردم ایران شهر، مردم خاش، بلوچستان، هر جایی که هستن باید دست به دست هم بدن، نذارن اینها کاری رو انجام بدن. سپاسگزارم از شما. این کلیپ مهاباد رو هم ببینیم دوستان. الان سراسر ایران این گونه هست دیگه. این یک انقلابه. انقلاب نیست که منحصر به یک مکان باشه. باید همه یاد بگیرید. دوستان این فیلم مهاباد پخش کنید اگه میتونید. انقلاب مردم رو کسی نمیتونه متوقف بکنه. نگاه کنید این انقلاب هست تا پیروزی به امید خدا. سلام بر شما، بفرمایید. سلام مولانا، خسته نباشید. تشکر. من احراری ام، مولانا نیستم. بفرمایید. من از زاهدان تماس میگیرم. من الان از مسجد مکی و خیام اومدم این طرفتر. آقا اینجا نزدیک 200 نفر ساچمه‌ای شد، با گلوله ساچمه‌ای مورد هدف قرار گرفت. بعد نزدیک تا الان میگن 5-6 نفر شهید داده و اطراف مسجد مکی کاملا محاصره و توپباران میکنن مردم و یعنی تیرباران میکنن. بعد که نشد کلیپ بگیریم و چون اونجا دیگه خیلی وضعیت وخیم بود، خیلی وضعیت وخیم اطراف مسجد مکی و خیابان خیام. آیا مناطق دیگه ای هم در زاهدان درگیری هست، اعتراضات هست یا نه؟ مناطق دیگه مولانا صاحب نه، طرف شیرآباد بوده. خب خیلی ممنون. انشالله ممنون میشم خبر بدید، لحظه ای ما بدونیم همه هموطنان بعد به داد هم برسن. سپاسگزارم از شما. این بیننده هلیکوپتر نظامی در شهرستان ایران شهر داره میچرخه. خب ببینید بچرخه. یا کنه هلیکوپتر رو نشون بدید ببینن دوستان. بله یا کنید اینا وحشت کردن. این برخورد و این خشونت، اینی که در برابر مردم غیر مسلح اسلحه به دست میگیرن و میکشن، نشون وحشتشونه و غیر از این چیزی دیگری نیستش. سلام بر شما، بفرمایید. بله دوستان از ایران شهر پیام دادن. ایران شهر نیم ساعت شروع شده، خیابون نور، مردم اونجا جمع شدن. عزیزان بالاخره همراه باشید. فیلم هایی رو از سراوان، فیلم واضح نیست. زاهدان الان این کدوم هست؟ زاهدان ببینم. این فیلم زاهدان رو بذارید، فکر کنم اینو پخش کردیم، حالا بذارید دوباره ببینن. خب این فیلم زاهدان رو پخش کرده بودیم فکر کنم، نمیدونم فیلم ها. ایران شهر ببینم اینجا میگه خودشون اول انقلاب کثیف 50 همش دست به اسلحه بودن،
از لبنان براشون می اومد. حالا ما هم باید دست به اسلحه بشیم، می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم. سلام داریم حرکت میکنیم به سمت خیابونهای مکی. جانم فدای ایران. این نظام با شعار بیرون نمیره، پایگاهشون رو به خون خودشون رنگین میکنیم. بیننده میگه در آسمان زاهدان هلیکوپتر نظامی رو به پرواز در آوردن. چند آمبولانس در خیابونهای زاهدان من دیدم. خب این تصاویری که پخش شده، ما این تصاویر رو پخش کردیم. دوست عزیز اگر تصویر جدیدی دارید برای ما بفرستید که ما بتونیم تصاویر جدید رو پخش کنیم. سلام بر شما، بفرمایید. میگه سلام، اینجا زاهدان اوضاع خیلی خراب، نظامیان تحت فشارن، همه مردم بیرون اومدن. آفرین. خیابان خیام چند نفر رو با گلوله ساجمه‌ای زدن. خب حقش هم همینه دیگه. اینا باید آرامش دیگه نداشته باشن. اینایی که مردم رو میکشن باید بدونن که سالم در نخواهند رفت وقتی که این گونه اتفاقات میفته. این فیلمی که فرستادید از کجا برای من فرستادید؟ این فیلم رو پخش کنید حداقل ببینیم فیلم چیه. از فاصله دور گرفته شده. اطرافش چرا قرمزه؟ ببینیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. ممنون شما. حمید هستم از آدم. بفرما آقا حمید، در خدمت شما هستیم. به ایران، به مردم شریف ایران قول میدم تا امشب همه این سپاهی‌ها، بسیجی‌ها و هشت شبی‌ها، یغمانی‌ها، سیغه‌زاده رو همگیشون رو جارو می‌کنیم. همونطور که از جسد انگلیسی‌ها که استخون درست کردیم، همونطوری امشب از جسد بی‌ناموسا که استخون درست می‌کنیم. همونطور که خدا در قرآنش می‌فرماید ان فتحنا لک فتحا مبینا، بعد از هر فتح یک روشنایی است. مردم ایران قول میدیم که همگیشون رو تا امشب مجازات می‌کنیم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم. تشکر. واقعا بیننده‌ای هم پیام داده که نیروهای رزمنده بلوچ محاصره کردن، دارن نزدیک میشن، با تاریکی پای به پایگاه‌ها حمله خواهند کرد به داخل شهر و این سزای این همینه دیگه. این اتفاقی که میفته. خیابون، فیلمی که من لحظاتی قبل پیش پخش کردم از خیابون نور ایران شهر بود. دوستان ببینید یه لحظه این فیلم دوباره بذارید. خیابون نور ایران شهر بود. هموطنان بلوچ عزیزمون در خیابون نور ایران شهر. خواهشم اینه که همه شما عزیزان در سراسر شهرهای بلوچستان، شهرهای ایران، به اینها مجال ندید، به اینها میدون ندید که هر کاری دلشون میخواد بکنن. باید بیایید بیرون. امروز روز انقلابه. اگر امروز بیرون نیایید فردا دیره. کافیه دوستان این تصویر ببینم که این تصویر دیگه ای که از خیابان مسجد کنار مسجد جامع نور ایران شهر فرستادن، این رو هم بالا بیاره. اینم نشون بدید دوستان، نشون بدید ببینم تصویر چی برای ما فرستاده. از کنار مسجد، بله کنار مسجد نور جامعه نور در ایران شهره. جوانان ایران شهری و عزیزان ایران شهری ما به خیابون نور برن، جایی که مسجد جامع هست. هموطنان عزیز خودتون رو اونجا تنها نذارید. ممنون دوست عزیز. این کفایت میکنه کلیپ تا بریم ببینیم که از جای دیگه برای ما تماس میاد. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. در آزادگان و بازار مشترک فیلم فرستادن، درگیری هست. فیلم هایی رو که تصویرشون کشیدن اینجا، ظاهرا صدای تیر هم نمیدونم میاد یا نمیاد. اینجا از فاصله دور گرفته، از دود و اینها پخش میکنه. خب سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون شما، بفرمایید. صدا میاد؟ بله صدا هست، صداتون رو آنتن هست، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بفرمایید. در سراوان هم پیام دادن که 5 نفر مثل که شهید شدن. نمیدونم چقدر صحت داره این خبر. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. آره این تصویری از جمعیت امروز نماز بوده زاهدان در بیرون و اطراف. دوستان نه تصویر رو نشون بدید. سلام بفرمایید، صداتون رو آنتن هست. کافیه دوستان، تصویر رو دیدن بینندگان. ای خدا، شما تصویری رو الان در حال حاضر این عکس رو گرفته، این عکس رو نمایش بدید
این آتش سوزی سنگین هست، نمیدونم کجا هست. دوستان کافیه ببینم حالا تصویر دیگه چی هست. حالا ای دل غافل، صدای تیراندازی شدیده. خب خیر باشه انشالله. ببینیم که سلام، بانوی از بلوچستان شهرستان نیکشهر هستم، شرمنده مردم ایران، شرمنده تک تک مردم بلوچستان، علل خصوص زاهدان هستم که مردم نیکشهر هیچ کار و حرفی نمیزنن، بیرون نمیان و واکنشی نشون نمیدن. بیننده ای سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. میخواستم بگم توقف خاص همگی جمع شدن اومدن زاهدان. خب شماها نباید آمادگی می داشتید که حداقل یه وقت اینجوری غافلگیر نشید؟ تو این شرایط قابل پیش بینی بود که اینا حمله خواهند کرد. ما غافلگیر نشدیم، ما همه اسلحه داریم، فقط نمیدونیم واسه ما اسلحه بفرستید از دور طرف، اگه میتونه واسه ما اسلحه بفرستید. من فکر میکنم بتونید از همون خود ماموران اسلحه‌شون رو به دست بیارید، راحت‌تر میتونید مقابله کنید. موفق باشید دوست عزیز. میگه نمازگزاران مسجد جامع نور چند برابر ظرفیت مسجد نمازگزار بود تو خیابون اطراف. خطبه های تند مولوی محمد طیب ملازهی علیه نظام و حمایت از جناب شیخ الاسلام، استقرار تک‌تیراندازها در اطراف مسجد جامع نور و ساختمان ها. مأمور زیاد بود و گوشی ها رو میگرفتن، نشد که فیلم بگیرم از تک‌تیراندازها. خب میگی که مردم رو در محدوده خیابان خیام محاصره کردن دیروز و بیش از 100 ماشین ضد شورش وارد شهر شده، در نقاط مختلف زاهدان و خیابون‌های مکی مستقر شدن. هلیکوپترها پرواز در اومدن. در مشترک شیرآباد، مزاری، جانبازان مردم به خیابون اومدن. مجاهدهای بلوچ دارن به کمک مردم در خیام میرسونن خودشون و صدای تیراندازی در زاهدان به گوش همه میرسه. آتش سوزی در خیابان خیام نرسیده به مدرس، خیام نرسیده مدرس هست، دودها در آسمان در اونجا دیده میشه. بله اینجا پیام دیگری هم که بیننده‌ای داده بود که داره نیروهای کمکی بلوچ از اطراف به طرف زاهدان حرکت کردن و دارن شتابان میان. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما. سلام علیکم، خسته نباشید، حالت خوبه؟ مرسی، خیلی متشکر. خب الان وقتی میگم تلویزیون رو قطع کنید، الان لحظه این نیست. منو ببخشید که نیروهای تیراندازی به نیروهای زاهدان، نمیدونم این فیلم قدیمیه یا جدیدی. خب اینا فیلم فکر کنم قدیمی بود. میگه سلام، ما هم یک شهید دادیم. سلام، زاهدان امروز پایتخت ایران شده. سراسر ایران ما به زودی شاهد قیامی سراسری خواهیم بود بدون استثناء. ببینیم این تصویر از کجاست که برای ما فرستادن. دوستان این تصویر رو پخش کنید ببینیم. این تصویر آمبولانس داخل مسجد مکی اومده، زخمی رو میبینید داخل مدرسه دینی. ببینید این نیروی انتظامی داره زخمی رو جابجا میکنه. انتظامات مکی، اینا که لباس زرد دارن انتظامات مکی هن. خب دوباره این تصویر رو ببینید دوستان. خب کلیپ رو دیدیم با هم دیگه، صدای تلفن رو هم داشته باشیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم
مولانا صاحب. خواهش میکنم. نگاه کن گفتم من بفرمایید. خواهش آقا میکنم. من یک خبر از گرفتم بچه‌های که اون دور اطرافن الان تماس گرفتن گفتن که اطراف مسجد مکی و اطراف خونه مولانا کاملا محاصره و از مردم میخوان از تمام اهالی که زاهدان دور اطراف زاهدان روستاهای دور اطراف همه بیان به سمت مسجد مکی. مسجد مکی کاملا محاصره و هیچ کی نمیذارن بره بیرون، هیچ کی، فقط نیروهای خودی و اورژانس‌ها اینا رو میذارن ولی هیچ کس نمیذارن دور اطراف خونه مولوی و اطراف مسجد مکی تمام محاصره و مردم. خواهشی دارم از مردم که بیان به سمت مسجد مکی و نذارن که اونجا مردم از بی وسیلگی و از چیز تلف بشن. بله خیلی ممنون. چشم، پیام شما شنیده شد. البته باید همه مناطق شهر رو شلوغ کنید. همه بیان به سمت مسجد مکی. با امید خدا، با امید خدا. ممنون از شما. سلام بر شما. سلام بر شما. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ممنون شما. بفرمایید، صداتون رو آنتنه. مامورای امنیتی دارن ما رو میزنن. دور بر خونه حامد مامور ما فرار کردیم از صحنه داریم. خب خودتون آماده نکردید برای مقابله با اینها که اینجوری غافلگیر نشید؟ ما تازه از مسجد مکی این سمتا بودیم دیگه، دست خالی بودیم. خیلی ممنون. ما دست خالی نبودیم اینا اینجوری پرو نمیشدن. دیگه انشالله خیر باشه. قطع کنید تا بتونیم بیننده بعدی صحبت کنیم. بیننده گفته که همشهریان زابلی، بیرجندی، کرمانی، یزدی، شما که ادعای برادری میکنید الان وقتی ایستادن پشت برادرانتون هست، چه جوری برخورد نکنید که فردا روسیاهی براتون بمونه. این ظلم به کل ایران، نه تنها بلوچ. و اگر شما هم ایرانی هستید غیرت کنید و بلند بشید. دقیقاً همین گونه است. سلام بر شما، بفرمایید. سلام استاد علی. ممنون شما. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. مسلم هستم از زاهدان. یه پیام داشتم از طرف بلوچای کل بلوچستان اگر اجازه بدید. بفرمایید، مختصر و مفید بفرمایید. چشم. نماز جماعت امروز نماز وحدت، اتحاد، شجاعت، همبستگی جوانان مردم غیور بلوچ هست. ما جوانان بلوچ هدفمان فراتر از آن چه است که رژیم منحوس در سر دارد. هدف ما علاوه بر خواهش تمامی جوانان کشور هدف تغییر نظام فاسد خامنه‌ای و آخوندیسم است. جوانان بکوشید یک قدم تا پیروزی. و از ملت بلوچ خواهش میکنم از تمام شهرهای دیگه به زاهدان بپیوندن و این رژیم اینطور که توی میدان ما گشت میدانی داریم میبینیم آخر کارشه. اگر مردم بپیوندن این رژیم آرمی که شما گذاشتین روی شبکه باتریش داره تموم میشه، این تا 1-2% بیشتر فکر نکنم باقی مونده باشه از عمرش. بله خیلی متشکرم، ممنون از شما. در مورد میدانی من در خدمت. اگه خبری چیزی الان دارید، چون الان برای ما اشاره کردن که سراوان ایران شهر هم شلوغ شده به شدت و مأموران و مردم درگیر شدن، بچه‌ها به سوی فرمانداری حرکت کردن در ایران شهر و سراوان و از چابهار هم پیام رسیده که مولوی عبدالرحمن اعتراض کرده، سخنرانی تندی کرده در حمایت از مردم و کشته شدگان زادگان رو محکوم کرده. و یک مطلب دیگری که برای ما ارسال شده که این خونه مولوی عبدالحمید رو ظاهرا محاصره کردن، به دنبال این هستن که مولوی عبدالحمید رو ببرن. چه هدفی دارن معلوم نیست. اگر خبری چیزی در این مورد داری برای ما بفرمایید. در این مورد خبرها ضد و نقیض هست. خبر موثقی ندارم که اعلام کنم، ولی خب همچی چیزی توی پیاما گروه پخش شده. بله. ولی دولت منوط بدونن که ما تمام ملت بلوچ و کل ملت ایران انتقام جوانان بلوچ و تمام جوانانی که کشته شدن و مخصوصا خواهرمون نیوشا اینو مطمئن باشن که انتقامش رو ازشون میگیریم و تنها هدف ما انتقام اینا نیست. انتقام ما فقط
انقلاب است و تغییر رژیم آخوندیسمه و بله. هیچ هدف دیگه ای نداریم. ممنون از شما تماس گرفتید. میگه سلام، من خیامم، مردم بلوچ کمک کنیم، بیاین کمک که امروز غیرتمون رو باید داشته باشیم. ما همه کنار مولانا هستیم. اینجا تعدادی شهید شدن. خود مولانا هم میگه در خطر هست. جهاد بیایید به سمت جهاد اگر واقعا اهل میدان هستید. ببینیم دوستمون از بهبهان ظاهرا آخر تونست تماس بگیره. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بله بفرمایید. به تمام مردم ایران برسونید. ملت ایران، هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، از هر قشری، از هر گروهی که میتونید به کمک زاهدان برید. خواهش میکنیم به داد مردم زاهدان برسید. تو رو به خدا برید به طرف زاهدان. دیشب یک گروهی در اصفهان میگفتن که ما 40 نفریم مسلحیم، اگر نیاز بود به کمک زاهدان میریم. الان مردانگیتون نشون بدید، به کمک زاهدان برید. اصفهانیایی که مسلحیم، خود زاهدانیا هر کدومتون اسلحه دارید، سیستان، بلوچستان، چابهار، خاش، سروان، همه قشرهای زاهدانی و سیستان و بلوچستانی و ایران شهری و همه طوایفی که در سیستان و بلوچستان وجود داره، همه سلاحاتون رو بیاریم بیرون. همه‌شون مسلحن، اینا همه سلاحاتون رو بیاریم بدون ترس. کلتوف مالتوف درست کنید، نترسید. نارنجک دستی درست کنید، نترسید. با اینا بریم به طرفشون. سنگ وردارید، یه عده‌تون تقسیم بشید. الان همه‌تون فقط با دست نزنید، شعار بدید، این فایده نداره. اینا با همه کوکتل مولوتوف، نارنجک دستی، تیرکمون و 5 بوکس، چاقو، چوب، چماق، سلاحتون اینه. همه با چاقو بیاین وسط، با چماق بیاین، هر چیز که دم دستتونه. اونا بالا محاصره کنید، یک طوری برید بالا، اینا رو از بالا بکشید. اینا نگاه کن، اون سرانشون همه فرار کردن رفتن، اون بزرگاشون اینا موندن. اینا که موندن، اینا همهشون به دست ملت گیر میافتن. به خاطر چقدر؟ 10 تومن، 7 تومن، 50 تومن، یه سکه بهار آزادی، 10 تا سکه، همه تون گیر میفته. عاقبت بدی در پیش دارید. ممنون از شما. همه تون یا تسلیم بشید یا اینکه به مردم بپیوندید. دست بردارید از کشتار ملت، دست بردارید. تمام سرانتون دارن از فرودگاه مهرآباد فرار میکنن. تمام پولا دلارا رو با پنلای بزرگ، همه پولا و دلارا و شمشیر همه رو بار زدن دارن میبرن. ممنون. ایران میخوان لخت پتیش کنن. هیچی برای ایران نذارن. چرا؟ به خاطری که اگر ایران بعد بخواد به انقلاب برسه، اقتصادی نداشته باشه که بخواد خودش نگهداری کنه. ای ملت ایران، همه دست به دست بدید، همه به داد هم برسید، به داد زاهدان برسید، به داد کردستان برسید. این خوزستان، شماها که هنوز یه عدتون بلند نشده، بریم به داد اون شهرهای بالا برسید. خوزستان به داد زاهدان و به داد کردستان برسید. مخصوصا الان که زاهدان نیاز داره. خواهش میکنم ملت ایران، صدای ما هموطناتون رو بشنوید. خواهش میکنیم آقای احراری، خدا عمرتون بده، خودتون و همکاراتون دستتون درد نکنه، خیلی زحمت میشه. ان شاءالله این انقلاب جوانان ما پیروزه، انقلاب مردمی ما پیروزه. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، لعنت بر هر چی سران آخونده، لعنت بر هر چی پاسداره، لعنت بر قاسم سلیمانی، لعنت بر این نظام حکومت ددمنش ضحاک سفید فرعونی خائن، وطن فروش. خدا لعنت کنه پوتینه، خدا لعنت کنه شینگ چینگ پینگ مال چینه. دستتون هم درد نکنه. سپاسگزارم. خواهش میکنم. میگه که برای مردم زاهدان نیروهای مسلح به کمکشون بیان. این نکته خیلی مهمه. امروز باید اینها درس بزرگی بگیرن که دیگه این گونه مظلومانه مردم رو نکشن. بله، این حق ملت ایران هست که الان در این شرایطی که هستن نشون بدن. این فیلم رو بی زحمت پخش کنیم. این فیلم زاهدان، ببینید لطفا، این فیلم رو ببینید. خیابون توحید هست.
خب خیلی متشکرم دوستان. پیام ها زیاده، خیلی بیش از اندازه است که من در توان من خارجه. سلام بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام بر شما، بفرمایید. بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. بله صداتون میاد، بفرمایید. الو صدا بفرمایید. میخواستم شهری اون بسیجا سپاهی‌ها که الان دارن با این نظام همکاری میکنن، امام جمعه‌ای که برای دعا برای رهبر دعا میکنن. خب ممنون. درصد پیام مشخص شد، گور اینها کنده است. نگران نباشید. این که امروز الان اخباری که به دست من رسیده در این لحظه، نیروهای مسلح بلوچ در حال نزدیک شدن به زاهدان هستند، ایران شهر، سراوان و حتی منطقه راسک، و اینها اینجوری نخواهند موند و مردم کمی مقاومت کنن. این پیام صوتی که میفرستید من نمیتونم پخش کنم چون اصلا دانلود نمیشه. دوستان نشون بدن تا بیننده ببینه که ما مقصر نیستیم. دوستان صحنه تصویر رو نشون بدن ببینن این تصویر چه جوری میشه وقتی که پخش میشه. ببینید در چه وضعیتیه. این با دانلود نمیشه، علتش نمیدونم چیه. ممنون دوستان. کافیه ببینم پیام بعدی چیه. منتظر اخبار شما هستیم. لیدرهای میدانی هست. بیانیه شماره 2 لیدرهای میدانی، درخواست تخلیه بستن سفارتخانه کنسولگری جمهوری اسلامی در خارج از کشور. خب این دیگه الان ما بحث قیام ملت ایران هست. سلام عرض ادب آقای احراری، لطفا این متن رو بخونید واسه مردم زاهدان، مردم بلوچ. این شعار دادن ها الکی از کمکی به شما نمیکنه. تفنگ هاتون رو بردارید، بر این ظلم بی ظالمان بی ناموس غلبه کنید، نابودشون کنید. برای کسی که دلجم نباشید. مولانا عبدالحمید جانمان فداتان، خواهش میکنم از مجاهدین کمک بخواید به این مردم. خب دیگه نگاه کنید، الان زمانی نیست که بشه کوتاه اومد. مطلب زیاد این پیام دوست ما. دوستان میخوام یه میان برنامه با هم ببینیم یا یک فرصتی من تنفسی داشته باشم، بعد برمیگردم بعد از دقایق دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دوستان اتاق فرمان اگر میشه یک تنفسی بدید، ما بعد در خدمت بینندگان باشیم.
شهید جانم فدای شیخ الاسلام.
فدای شیخ الاسلام. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. در ادامه اخباری که داریم صحبت از زخمی و شهید شدن تعدادی از هموطنان عزیز زاهدانی ما در منطقه کوثر و بعثت هستیم. تعدادی زخمی رو هم آوردن. میگه که ماشین نیروهای امنیتی بیشتر این ماشین پارس هست و زانتیای سفید دارن. با این ماشین هاشون دارن در سطح شهر زاهدان میچرخن که امیدوارم که این ماشین ها نورانی بشن. دوستان عزیز حواسشون باشه. میگن اینا آرایش نظامی سنگینی گرفتن، راه ها رو بستن، خطر تیراندازی به ماشین هایی که زخمی ها رو به بیمارستان میبرن وجود داره. زخمی شدن 6 نفر تایید شده که زخمی ها رو به جای بیمارستان مدرسه دینی زاهدان آوردن. این 6 تا رو که آوردن. شهید دیگه ای رو داریم. راه ها رو میگه مسدود کردن. 40 نفر زخمی الان تایید شده و یک تصویری اینجا داشته باشیم. یا کنید اینم تصویری داشته باشید یه لحظه از این مرگ بر این دیو سیاه پلید خامنه ای داشته باشید. خب این تصویر رو داشتیم، مرگ بر خامنه‌ای. حالا دنبالش هم بگیریم. خب ببینیم تماس چی میگه. سلام بر شما، بفرمایید. بله سلام علیکم آقای احراری، خوبی؟ علیکم السلام، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بنده از افغانستانم، یک پیام داشتم برای شیرمردان سیستان و بلوچستان. بفرمایید، مختصر و مفید بفرمایید. چشم. برادران مایان یک روز در هرات 24,000 شهید دادیم و خون خود را مایوس ندانستیم، اما شما از خون خود نترسید، چون خون شما دین شما را آبیاری می کند و خداوند ضایع کننده نیست، اعمال شما را ضایع نمی کند و انشالله که پیروز می شود. با هم متفق باشید و السلام علیکم. ممنون از شما. کلیپی رو از یک جوان زاهدانی رو فرستادن، یک کودک بلوچ رو شهید کردن همین امروز که اینو دوستان ببینید. خیلی تاسف‌آوره. شهادت کودک بلوچ در زاهدان. بعدن لگن ما که پسر بچه 12 ساله را به رگبار بستند. نفس الله اکبر. نفس شهادت قبول شد. خب دوستان عزیز این رو دیدیم. ببینیم تماس تلفنی چی داریم. سلام بر شما، بفرمایید. صدای تلویزیون رو قطع کن بی زحمت. صدای تلویزیون رو قطع کنید. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. ممنون شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. در جواب او خواهر عزیزم که میگفت چند تا از اصفهانی‌ها آماده شدن که مسلح بیان به بلوچ‌ها کمک بکنن. خواستم بگم خواهر عزیز، تمام این بلوچ‌های ما
با تفنگ و خونریزی بزرگ شدن. واقعا وقتی خودشون اینقدر بی غیرتن، امروز که 100,000 نفر از اونا هستن میان میگن که به مولانا رو میخوان ببرن، غیرت شما چطور اجازه میده؟ اگر شما فوت کنید اینقدر نفر، اونا رو باید با فوتتون از بین ببرید. آره. نیا کنید پیامی برای ما اومده برادر، امیدوار کننده. نیروهای قدرتمند و مبارز بلوچ دارن شهر نزدیک میشن، نیروهایی هم از قبل خونه ها مستقرند تو محل ها و در ساعات دیگه شما متوجه خواهید شد که اینها چنان ضربه محکمی خواهند خورد متوجه میشن. آره تمام این جوان ها آماده دفاع هستند به امید الله. اینها در خون خودشون خواهند غلطید، اینجوری نمیشه. امروز با این جمعیت بلوچا باز طلبات اینا از قبل باز بیشتر نشه انشالله. به امید خداوند اینجوری نمیشه. اگرم شد شهید شدن. نگاه کنید اخباری که الان به دست ما میرسه، اینها میخوان که قبل از اینکه نیروهای رزمنده بلوچ به شهر برسن یا وارد عملیات بشن ظاهرا مولانا رو ببرن، اسیر کنن، ولی هموطنان ما نمیگذارن. به امید خدا. ممنون از اینکه تماس گرفتید. جان اونا فوقش 100 نفرن. امروز 100,000 نمازگزار، یعنی هر 1000 نفر به یک کدومشون هم نمیتونن بر بیان. قطعا نمیشه. دست خالی جلوی باتون وامیسته. دانشگاه امیرکبیر با دست خالی جلوی نظامی‌ها وامیسته. تو هر خونه این زاهدانی‌ها اسلحه. اینا دیگه برای چی بیان جرأت کنن که بخوان مولانا رو ببرن، کسی ببرن؟ دیگه باید ما به صاحب خودمون استفاده نکنیم وقتی به ما تجاوز میشه. الان دیگه هر چی در دست داریم باید از اون استفاده کنیم که اینا دیگه اینقدر دور خودشون رو با این جمعیت دارن دور خودشون رو به ما میبینن. نه که همینطور که شما میگین نزدیکه شما. آره ممنون از تماسی گرفتید. خدا نگهدار. خداحافظ. دوستان خوب ببینم بیننده دیگه اینجا چی پیامی داره. سلام بر شما، بفرمایید. ممنون شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. شعار میدیم که وقتی تو میدان باشیم میفهمیم که چه خبره. وقتی که کسی میاد واسه نماز جمعه و به گلوله بسته میشه هیچ وقت نگاه کن برادر عزیز، یه نکته بگم این نماز جمعه فرق میکرد با اون نماز جمعه که غافلگیر شدن و انشالله اینا ضربه خودشون رو خواهند خورد. اخباری که ما داریم از سطح شهر زادان، جوانها سنگربندی کردن، آماده کردن برای دفاع خودشون رو، همچنان که امروز ما در کردستان مهاباد شاهد این جنگ های خیابانی خواهیم بود. مطمئن باشید این گونه نیست. ایران شهر، سراوان، اخبار به دست ما میرسه از روستاها مردم سرازیر شدن، مسلح به طرف شهر میان و به امید خدا اینا ضربه خودشون رو خواهند خورد. ممنون از اینکه تماس گرفتید. تماس ها رو بعد از این اختصاص بدید به اخباری که در این ارتباط هست. ببینیم این کلیپ چیه؟ نگاه کنید دوستان، نشون میده کوکاهای تفنگ ساچ میزن ونچسترها رو نشون بده دوستان، نشون بده ببینید که گلوله‌های جنگی و کوکاهای ونچستری که از این آقایون باقی مونده. خب ممنون از شما. بذارید من ببینم که اینجا فیلم جدیدی برای ما ارسال شده یا نه. الان وقت قیام، وقت حرکت، وقت همدلی و وقت مبارزه است. میگه عکس از مودم مخابرات سیستان بلوچستان که قطع کردن، الان با اینترنت ایرانسل داریم به هزار بدبختی وصل شدیم و میگه اینا به شدت ترسیدن. بله من میدونم اینها به ترسیدن، اینا اگه نترسیده بودن به این وحشت و ذلت نمی افتادن. سلام بر شما بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. ممنون شما بفرمایید. عصر شما هم بخیر باشه. من عباس دارم بلوچستان. بفرما آقا عباس، در خدمت شما. عرضم به حضورتون مگر شیخ الاسلام در خطبه‌های امروز اعلام نکرد و قول نگرفت از مردم بلوچ ما که هیچ کس هیچ شورشی هیچ شعاری ندارد تا مدنی همه امن به بعدش من کار اون وقت قول دادن، قول گرفتن که شورشی نکنن. از برادر من مردم شورش نکردن. خود شیخ الاسلام گفت که برید شما شعار بدید تا آخر خیابون مهر. نه گوش کن نه گوش کن، خطبه رو گوش کردی؟
خود شیخ الاسلام گفت شعار بدید تا خیابون مهر. من نماز خوندم. خب من نگاه ما پخش زنده پخش کردیم صحبت رو، نگاه کنید. مولوی چی گفت؟ نه مولوی چی گفت؟ گفت شعار بدید تا خیابون مهر، بعد صلوات بفرستید برید خونه هاتون. خب اینا که همین کاری میکردن که. اجازه بده. اجازه بده. جان قطع نکن. گفت تا مدنی برید 4 تا تکبیرتون بدید، ولی آزار به کسی نرسونید. خب نرسوندن. مردم به کی آزار رسوندن؟ برادر عزیزم مردم به کی آزار رسوندن؟ آزار رسوندن که آزار دیدن. من کدوم آزار رسوندن؟ برادر من شما خائنید. مردم کدوم آزار رسوندن؟ فیلم ها موجوده. چه آزاری رسوندن؟ مردم بیچاره که میخواستن آزار برسونن که اینگونه نبودن. اتفاقا اگر مردم آزار میرسوندن که اینها اینگونه نبود. عزیزان من نگاه کنید، امروز یک جنگ واقعیه در این میدان. اگر در این میدان شما خودتون رو باختید و نایستادید، بدونید که فریب این سخنان رو نخورید. مردم کاری رو نکردن، ولی اینا مسلح با نیروهای ویژه اومدن چند روز شهر رو محاصره کردن و این دیگه نامردیه که این دفعه هم شما بخورید و بعد بگید ما گریه کردیم ما خوردیم. نه نمیشه. الان دیگه زمانی نیست. یا بالاخره بعد بقول میگم چی میگم دیگه، یا باید تسلیم بشی در برابر اینا به رکوع و سجده بیفتی، بگید آقا ما مخلصتیم هر چی شما میخواید، یا انتقام بگیرید. تمام ایران الان شورشه. کردستان رو ببینید، تهران رو ببینید، اصفهان رو ببینید، شیراز رو ببینید، مشهد رو ببینید، لرستان رو ببینید. این نذارید ذهن شما رو بعضی افراد. ما خوب خطبه مولوی عبدالحمید رو زنده از شبکه پخش کردیم، به صورت زنده پخش شد، شما دیدید صحنه ها رو. ببینیم که این بیننده بعدی، ما بیننده ای داریم با ما میخواد تماس بگیره، گفته با من تماس بگیرید و ما نتونستیم تماس بگیریم. میگه که اعلام 6 نقطه بزرگ اعتراضی در بلوچستان، فعالان سیاسی بلوچستان اعلام کردن. بله، زاهدان، خاش، بهره، سرباز، مسجد مولوی نقشبندی، سراوان، الحمدلله هموطنان عزیز سراوانی ما وارد میدون شدن. واقعا شجاعت جوانان بلوچ در همه جا زبان زد هست. در چابهار هم دارن خبر میدن جوانها دارن جمع میشن و به سوی حرکت، به سوی فرمانداری دارن. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. میگه سلام، بله مجاهدان بلوچ انشالله تا شب کار نیروهای سپاه حضور جمهوری اسلامی رو تمام خواهند کرد. و نیا کنید این نکته بود که من دیروز خدمتتون عرض کردم، گفتم فرزندانتون از بیرجند و کرمان نفرستید اینها رو اونجا به زاهدان، اینها قتلگاه اونها میشه. نیا کنید زاهدان الان شرایطی نداره که به همین راحتی هر کار دیرش خود هر کسی انجام بده. حواستون جمع باشه که فریب اینها رو نخورید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. شبکه کلمه هست، بفرمایید. من روستا زنگ میزنم، روستا دومک. بفرمایید، در خدمت شما. دوستان این تصویرم بی زحمت نشون بدید، جوانایی که زخمی شدن، کودکانی که زخمی شدن. بفرمایید. سلام، بفرمایید. در روستای دومک صحبت میکنید، بفرمایید. این چی وضعی شده تو ظاهران مغازه ها آتیش زدن؟ مردم آتیش نمیزنن، مغازه ها رو کسانی آتیش میزنن که وابسته به نظامن. سری قبلا مردم آتش نزدن مغازه. نظام فلک کوزه آتیش. خب نظام وحشیه، از این آخوند وحشی، از این خامنه‌ای وحشی، از این پیروان جلاد وحشی خامنه‌ای شما چه انتظاری دارید؟ اینها یه مش درندن، به خدا والله بلا درنده ها از اینا بهترن. شما یه گرگ توی گله بفرستید مگه چند تا میدره؟ یک شیر مگه چند نفر تو جنگل میدره؟ اینها وحشیان، شیطانیان، فاسدن، متوهمن، عناصر بیگانن. برادر عزیز من، اینا میگه حیوان وحشی رو باید خنثاش کنی. الان اگه اینا خنثی نشن ایران رو به نابودی کشیدن. اینا تا چقدر مردم مگه تحمل بکنن؟ الان وقت قیامه، وقت مبارزه است دیگه، نمیشه دیگه ما بیش از این مردم ما تحمل بکنن این وضعیت رو. نکته ایه که من گفتم دوستان عزیز اینجا چون تصاویر پخش میشه، من که برای اینکه مشکلی پیش نیاد واتساپ رو برای لحظاتی قطع میکنم. ببینیم که دوستان ما ارتباط ما با آقای سربازی اگر برقرار شد بتونیم با آقای سربازی صحبتی داشته باشیم. الان دیگه زمانی نیست که اونا بزن در رو، به قول خامنه‌ای تو بکشی جنایت کنی و بعد عکس خوشگل بگیری تو پورتره بگیری برای ما. مردک وحشی حیوان،
مردم نمازگزار رو بکشی. همه ایرانی‌ها تو بیزارن، همه ایرانی‌ها فریاد میزنن مرگ بر خامنه‌ای. بذار برو مؤدبانه، بذار برو یه جای خودت گورتو گم بکن قبل از اینکه به قول معروف کار از کار بگذره. الان دیگه زمانیه که مردم تحمل این جنایت‌های شما رو ندارن. تا کی میخواید که شما اینقدر جنایت بکنید مردم ساکت بنشینن بعد بگن دستتون درد نکنه؟ امروز ایران به قیام بلند شده. بلوچستان هم بخشی از ایران هست. مردم بلوچ با کسی تعارف ندارن. آقای سربازی که تصویر بدی ممنون میشم. این نکته ایه که باید داشته باشیم. امروز زاهدان و شهرهای بلوچستان گورستان این نیروهای سرکوبگر میشه. دیروز من بهشون گفتم، بار تکرار کردم، نذارید بچه‌هاتون بیان اینجا. آقایونی که اسلحه گرفتید، سیستانیایی که تا دیروز مزدور این نظام بودید، فرق نمیکنه، یا بلوچای مخبری که مزدور این نظام بودید. امروز زمانیه که شما اگر بخواید دستتون رو به خون مردم آلوده کنید باید پاسخ بدید. مادرانتون، همسرانتون، کودکانتون به عزاتون بنشینن. مگه همین جوریه که شما شهر هرت هر که دلید میخواد بکشید برید؟ امروز کردستان دیگه شما رو رها نخواهد کرد، لرستان شما رو رها نخواهد کرد. اخباری که ما داریم تجمع جمعیت‌های مردم در سراسر ایران در شهرها شکل گرفته. خیزشی رو ما در تا ساعات دیگه شاهد خواهیم بود که سراسر ایران رو در بر خواهد گرفت. این انقلاب ایرانه. این انقلابیه در برابر ظلم، ستم، نابرابری، تبعیض و همه جنایت‌هایی که ما شاهدش هستیم. امروز دیگه زمان سکوت نیست. امروز بلوچستان آماده قیام هست. بلوچستان آماده مقابله به مثل هست. دیگه تموم شد اون روزی که شما مردم رو بکشید و بعد بگن آقا دستون درد نکنه. نه، امروز دیگه کسی با کسی نمیگذره. جنایت تا این اندازه، کشتار تا این اندازه، پررویی تا این اندازه، بکشید و طلبکارم باشید، مغازهای مردم رو آتیش بزنید طلبکارم باشید. فکر میکنید چند روز شما دووم خواهید آورد مقابل این مردم؟ امروز در کردستان شما در برابر 10 تا جوان ناتوان شدید. شهرهای مهاباد، سقز، بانه، بوکان، سنندج در دست جوانان ما هست. شما در برابر لرستان ناتوان و ضعیف شدید. امروز شما دیگه کجا هستید؟ امروز دنیا فریاد میزنه رسوایی شما رو، کودکان ما رو. زورتون به 4 تا کودک بلوچ رسیده با اسلحه اینا رو میزنید؟ خیلی شجاعید که مثلا یک کسی با دست خالی شعار میده اینو بزنید بکشید. این که نمیشه. آقای سربازی اگه تماس ما برقرار شده ممنون میشم در خدمت شما باشیم ما که بتونیم صحبت بکنیم. سلام و درود بر شما آقای سربازی. سلام از ماست و سلام دارم خدمت تمامی بینندگانی که برنامه رو دارم مشاهده میکنن و همینطور این مسئله رو هم باید عرض بکنم که ما باید درود بفرستیم به اون جوانان و همه اون کسانی که امروز در 4 شهر بزرگ بلوچستان در حال تظاهرات هستند، در حال قیام هستند و نشون دادن که آزادی از مبارزه میگذره و برای آزادی باید بایستند، مقابله بکنن، مبارزه بکنن. میدونن آنچه که در سالهای گذشته اتفاق افتاده در نتیجه این بوده که بارها بهشون گفته شده بود از طریق قانونی پیگیری بکنید، از مسیرهای قانونی نتیجه نداده. مردم میدونن اگر ما امروز در خیابون فریاد خودمون رو برنیاریم، فردا به راحتی در همون خیابون به شکل تک تکی کشته میشیم. دست کم با این شیوه، با این روش، با این مبارزاتی که دارن شکل میدن به جایی رسیدن که استانداری که تا دیروز افرادی می اومدند و میگفتن که این استاندار باید عزل بشه، دیگه بحث عزل استاندار مطرح نشده. دیگه استاندار رفت تو لیست تحریم بین المللی. همین فرمانده سپاهی که مردم رو کشته بود، عده‌ای از همین سران طوایف بهشون انداخته بودن توی زبانشون که بگن باید فرمانده سپاه مثلا تعویض بشه، تغییر بکنه. این هم تحریم شد، در تحریم های بین المللی قرار گرفت. مسئله بر نمیگرده به این که 1-2 نفر رو تحریم بکنند یا 1-2 نفر رو تغییر بدن. همین دیشب اومدن فرمانده انتظامی زاهدان رو تغییرش دادن که مردم رو آروم بکنن امروز، ولی این بازی ها دیگه جواب نمیده. تا کی میخوان مردم رو سر مردم شیره بمالن؟ مردم میدونن که چه کسی به سمتشون شلیک کرده. اون خامنه‌ای و نیروهای زیر دستش هستن. علی خامنه‌ای مسئول هست. تا زمانی که علی خامنه‌ای اون بالا نشسته
یک فرمانده انتظامی رو میخواید عوض بکنید، میخواید مردم فریب بخورن در این مسئله. این چیزی که ما امروز دوباره مشاهده میکنیم در خیابان‌ها داره اتفاق میفته. من این رو هم در ابتدای صحبتام عرض بکنم جناب آقای احراری گرامی و خدمت بینندگان. ببینید ممکنه برای عده‌ای سوال پیش بیاد که خب مردم اعتراض نکنن، بگذار این وقایع و این کشتارها و این شهید شدن جوانان بلوچ اتفاق نیفته. من در یک کلام یک پاسخ دارم خدمت شما عزیزان من. همین هفته گذشته یک تظاهرات بسیار بزرگ در شهر زاهدان اتفاق افتاد. چرا کسی رو نکشتن؟ چرا کسی زخمی نشد؟ چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ آنچه که امروز اتفاق افتاده تحریک مردم توسط دستگاه‌های حکومتی است و سرکوب آمدانه و هدفمندی که داره صورت میگیره. هفته گذشته نیرو پخش نکردن در داخل خیابون، نیروها تا نزدیکی مسجد نیومدن، به سمت مردم گاز اشک‌آور پرداخت نکردن، به سمت مردم شلیک نکردن. مردم هم اعتراضات خودشون رو انجام دادن و برگشتن به خونه‌های خودشون. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، نه از اون طرف نه از این طرف. آنچه که امروز و روز کشتار زاهدان اتفاق افتاده اینها هدفمند برنامه‌ریزی شده هستند. همین امروز سران رهبران و سران ارشد کشوری در زاهدان حضور دارند. اینها در سطح فرماندهی‌های منطقه‌ای نیست. قرارگاه قدس جنوب شرق بزرگترین قرارگاه کل منطقه حوزه شرق جغرافیای ایران هست که در جنگ نامتقارن یکی از بزرگترین بازوهای نظامی نیروی زمینی سپاه پاسداران محسوب میشه. خب این قرارگاه با این دم و دستگاهش که ساختمان‌هایش رو اگه بخوای بررسی بکنی نصف شهر زاهدان رو گرفتن با همین دم و دستگاه‌هاشون. اینها درش فرماندهان ارشد از تهران اومدن اونجا متمرکز هستند و برنامه‌ریزی‌ها داره صورت میگیره. کاری که دیروز حتی شما این رو هم دقت بکنید که مدارس رو تعطیل اعلام کردن برای فردا شنبه و پس فردا یک شنبه. بیمارستان رو دیشب من گزارش رو برای افشا کردم، این مسئله رو بیمارستان نبی اکرم رو از دیروز تخلیه کردن برای نیروهای وابسته به خودشون. امروز طرحی داشتن از مصلی قدس اهل تشیع که با خوشبختانه با هوشیاری مردم، با فراخوانی که دادیم، با کلیپ هایی که ضبط کردیم ارسال کردیم و همچنین افشا کردیم این برنامه رو، این طرح رو با اون سبکی که می‌خواستن نتونستن اجراش بکنن، ولی نیروهای لباس شخصی، نیروهای نظامی رو ریختن داخل خیابون‌ها. این فقط زاهدان نیست، ما در شهر پهره یعنی ایران شهر داریم گزارش‌ها رو می‌بینیم میشنویم که جمعیت بسیار بزرگی وارد خیابون‌ها شدن. در شهر سرابان جمعیت انقدر زیاد هست که من میگم در تمام این سال‌ها من همچین جمعیت رو در شهر سرابان ندیده بودم. در شهر سوران مردم اومدن، حتی از بیرجند حمایت‌های صورت گرفته بعد از نماز مردم شعار دادن. در استان گلستان داره شعار. این زاهدان داره تبدیل میشه به زاهدان‌ها و این انقلاب داره وسعت پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. با تیر و تفنگ و قتل و کشتار و فرماندهان ارشد سپاه اومدن به بلوچستان و یک فرمانده رو تعویض کردن و دوباره قتل عام رو شروع کردن که بندازم سر گردن این وضعیت دیگه تمام شد. همین اعتراضاتی که در سقز صورت گرفت چند روز گذشته، در بجنورد اعتراضاتی که صورت گرفت اصلا شگفت انگیز بودن. تهران، شهرهای مختلفی که حتی بعضی وقت ما نه اونجا سفر داشتیم نه اسماشون رو میدونیم، روستاهای کوچکی اعتراضاتی داره در اون شکل میگیره که ما داریم شگفت زده میشیم. این انقلابی است که همه ما داریم درش سهم برمیداریم و متاسفانه این رو هم عرض بکنم خدمتتون و این رو هم با افتخار هم باید در کنارش بیان بکنم که بیشترین مبارزه رو در سطح وسیعش و هزینه‌ای که در الان اتفاق میفته متاسفانه از مردم بلوچ هست. این وضعیت باید عوض بشه، رسانه‌ها باید همکاری بکنن، پیگیری‌های مختلفی صورت گیره. اگر این مسئله عوض نشه اینها به ددمنشی خودشون همینطور ادامه میدن. خب آقای سربازی، مطلبی که اینجا الان مطرحه، ما امروز شاهد جنایت دیگری بودیم. مردم آرام بودن، خب شعار دادن، قرار شد تا یک محدوده‌ای برن. یه دفعه حمله کردن و تیراندازی کردن و مشاهده کشتار کودکان هستیم و زخمی شدن افراد، همینجوری شما میگید تخلیه بیمارستان و تعطیلی مدارس و نیروی ویژه از کرمان و بیرجند آوردن و هلیکوپتر و پهپاد رو بلند کردن رو هوا. خب این نشان از این داره که بالاخره اینا میخوان آتشی رو در اینجا برافروزن و خب جای تعجبه که ما اعلام کردیم، شما همه اعلام کردیم، میدونستیم که زاهدان شرایط خیلی بدی خواهد داشت
ولی نمیدونم مردم آمادگی نداشتن چه بوده. دوست دارم گزارش بدید چه شد از اولین لحظه و ساعاتی که مردم از مصلی بیرون اومدن داشتن شعار میدادن، یه دفعه اینها شروع کردن تیراندازی و الان محاصره کردن گویا مکی رو. اون چه که خبر دارید برای ما و بینندگان بدید ممنون میشم. لحظه به لحظه این هست که مردم از ساعات اولیه صبح حتی از ساعت 7 رفتن اونجا به مصلی خودشون رسوندن. جمعیتی که امروز اومده بود به اندازه یک نماز عید که از تمامی مناطق زاهدان مردم جمع میشن. یعنی چیزی بالای 100,000 نفر رو ما به راحتی میتونیم بگیم در این تظاهرات حضور داشته. عکس‌ها رو اگه شما دقت بکنید، عکسایی که از سر پشت بام‌ها گرفته شده، ابتدا و انتهای این جمعیت دیده نمیشه. بعد از اون حتی در مسجد هم مولانا عبدالحمید به مردم گفتند و خیلی صریح و روشن و واضح گفتند و از مردم هم خواستند و گفتند که من از شما دارم میخوام آیا این حرف من رو میپذیرید؟ عین جمله ایشون هست، آیا این حرف من رو میپذیرید که تنها تا خیابون توحید برید و بعد از اون جمع بکنید و برید برگردید؟ مردم همین مسئله رو اعلام کردند که بله، ما صداهای شنیده میشد در جمع. با این وجود اولین خبرش وایرال بشه، با این وجود میگم که دقت بکنید که اونها اومدن و مردم رو تحریک کردن، به سمت مردم شلیک کردن و مردم هم وسعت دادن، گسترش دادن این اعتراضات رو. در سرتاسر شهر زاهدان این توسعه پیدا کرد با شعارهایی که از همون ابتدا، ببینید، مرگ بر خامنه ای، یعنی مسئولیت اگر ما خامنه ای است، ما خامنه ای رو نمیخوایم، خامنه ای باید برچیده بشه و بره. این وسعت پیدا کرد. الان در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم، احتمالاً من صفحه تلویزیون شما رو نمیبینم و مطمئنا شما پخش میکنید، در تمامی شهر زاهدان لحظه به لحظه گزارش. همین الان من گزارش به دستم رسید که صدای شلیک سنگینی در برخی از محلات زاهدان اتفاق میفته که مشخصا اگر من اسم خیابان رسالت در گزارش ما بوده که در خیابان رسالت دارن به سمت مردم شلیک میکنن. این که یک کشتار دیگه دارن اتفاق میفته. ما نمیدونیم اون چه که لحظه به لحظه داره اتفاق میفته. مردم در کف خیابون هستن، اون رو دارن مشاهده میکنن و این ممکنه در ساعات آتی بیرون بیاد. نکته دیگه این که در این لحظات این کشتارهایی که داره صورت میگیره، در هر دو کشتار اینترنت رو نبستن، یعنی مردم دسترسی به اینترنت و برای ارسال کلیپ‌ها و چیزهای خودشون دارن. این پیامی است از طرف یک سپاه تروریستی، یک ارگان تروریستی به کل مردم جغرافیای ایران، به کل مردم جهان که ما به این مردم رحم نمی‌کنیم. اما آیا پیام کل مردم در سرتاسر ایران هم همین خواهد بود که ما هم از همه این مردم حمایت می‌کنیم و مقاطعانه در کنارشون می‌ایستیم و علیه حکومت مقابله برمی‌خواهیم؟ این فقط به گفتن نیست، یعنی به همون میزانی که این جمعیت در بلوچستان بلند شده و ایستاده، ما باید شاهد همین جمعیت‌ها در همه شهرها باشیم که این تمرکز جنایت، این تمرکز کشتار، این تمرکز قتل عام کودکان، زنان دیگه برچیده بشه از بلوچستان. اونها دارن آمدانه این کار رو انجام میدن، ما هم آمدانه باید خیابون‌ها رو به تصرف در بیاریم تا اینها نتونن این تعمدهایی که دارن رو اجرا بکنن. یه نکته دیگه رو خدمتتون بگم آقای اهرایی گرامی، که این یه فراخوان هست به همه پزشکان. دقت بکنید، ما از کشتار 8 مهر 30 سپتامبر در واقع این رو یاد گرفتیم که اون مجروحان ما که به بیمارستان منتقل میشن، اونها کشته میشن، یا اینکه اونها بازداشت میشن، یا اینکه اونها مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، مورد پذیرش قرار نمیگیرن. حتی هفته گذشته مردم در بیمارستان رو شکسته بودن برای اینکه وارد بشن، حراست اجازه نمیداد، نیروی امنیتی داخل وایستاده بودن در ساعات اولیه، لحظات اولیه. و از این هفته هم این مسئله رو میدونستن. مردم الان کاری که دارن میکنن اینه که دارن اجساد رو و دارن زخمی های خودشون رو به زیرزمین مسجد مکی زاهدان دارن منتقل میکنن و تعدادی از پزشکان با کمترین امکانات ممکن دارن اونها پانسمانشون میکنن و این خونریزی های شدیدی اونجا وجود داره که فضا برای درمان اونها کافی نیست. من این فراخوان دارم برای همه پزشکان با شرافتی که در شهر زاهدان حضور دارن، امروز مطب‌های خودشون رو جمع بکنن، همه یک صدا یک پارچه برای پانسمان این زخمی ها، برای مداوای این عزیزان، هر چه که امکانات و تجهیزاتی که دم دستشون هست از بیمارستان ها میتونن بردارن، اونها خودشون تبدیل بشن به بیمارستان های سیار. این آمبولانس ها داره برای پلیس ها، برای نیروهای نظامی، برای خودی های خودشون داره استفاده میشه. هر چی که آنچه که در ارگان های حکومتی داره برای خودشون استفاده میشه. و الان وقتی رسیده که ما از پتانسیل ها و امکانات و تجهیزات شخصی، خودی، مردمی استفاده بکنیم برای اینکه به هم نوعان خودمون برسیم. به همین خاطر من درخواست دارم که
به فوریت به این مسئله رسیدگی بشه. آیه سربازی، من یعنی مقداری هم جای تأسف هم اخباری هم خوشحال کننده وجود داره که نیروهای مبارزه بلوچ هم به شهر نزدیک دارن میشن، هم برخی گویا که آمادگی داشتن و دنبال فرصت مناسب میگردن که بتونن حداقل نیروهای سرکوبگر رو خنثی کنن. اما واقعیت اینه که اونچه که تا این لحظه ما میبینیم، حالا خبری که الان لحظه پیش از مسجد مکی به من دادن 3 نفر شهید هست، اما برخی از کانونهایی که دیگه ما خودمون داریم صحبت از 6 نفر شهیده و 1 کودک. گویا که دوباره جمعه سیاه دیگری رو ما میخوایم شاهدش باشیم در سیستان و بلوچستان و جنایتیه که خیلی وحشتناکه. اونچوری که من امروز دوست دارم الان شما بگید برای هموطنان بلوچ ما، چون شما نگاه کنید اینا سعی میکنن اخبار دروغی رو منتشر بکنن. ما داشتیم خطبه‌های مولوی رو پخش میکردیم که خود مولوی گفت آقا شعارتون رو بدید تا خیابون مهران و مهر و فلان بعد برید. خب مردم هم همین کاری کردن، ولی مثلا طرف میاد زنگ میزنه آقا من اونجا بودم مولوی همچین حرفی نزده، چرا به حرف مولوی گوش نکردید؟ نگاه کنید میخوان مردم رو مقصر جلوه بدن و از طرفی این آمادگی که اینها داشتن و این که حتی باز بودن اینترنت تا این حدی که بشه کلیپ ها ارسال بشه، مشخصه که اهدافی رو دنبال کردند و میکنن و حتی اخباری به دست ما رسیده اینها گویا که در صدد یک فجایع دیگری هستن که حالا ما چی میگیم، چیزی نمیتونیم بگیم تا اینکه ببینیم خدا نکرده این کار نشه. وقتی که اینا شاه چراغ خودشون منفجر میکنند و امام رضا رو منفجر میکنند و اینا هواپیمای مسافربری مردم ایران رو میزنن، این جانوران هیچ قابل اعتماد نیست. اما سخن من امروز با شما اینه، به عنوان یک بلوچ، یک جوانی که موهاتو سفید کردی در مسیر دفاع از مردم ایران و بلوچستان، مظلومیتی که شاهد بودیم و طرفی خب مردم امروز این قیام ملیه سراسر ایرانه. درست بلوچستان شرایطش یک کمی متفاوت‌تر، جنایتکارانی که میان یه مقداری بر اساس اون گرایش‌های مذهبی و نفرت انگیزی که دارن، نوع گلوله‌ها و نوع حملاتشون کاملا متفاوت‌تره و وجود جانورهایی مثل شهریاری و دهمرده که سالها در این استان نیروهای نفرت انگیزی رو مثل خودشون پرورش دادن هستن. ولی البته ما هم پیام داشتیم از بینندگان سیستانی که آقا ما با بلوچ‌ها هستیم، حالا شرایطمون چگونه است و اونها بعد تو میدون بیان. ولی الان صحبت من با شما اینه که با جوانهای بلوچ، مردم زاهدان، ایران شهر، سراوان، حداقل 3 شهر رو داشتیم. در راست صحبت از در چابهار من پیام دادن جوانها جمع میشن. حتی مولوی عبدالرحمن دیگه روز جمعه گفت آقا هر چی که اینجا صحبت شده در زاهدان درسته، مردم مظلوم بودن، باید حمایت بشه و این حمایت مردم ضروریه. میخوام اون چیزی که راهنمود لازمه های سربازی خیلی مهمه که بچهای ما بدونن چه بکنن. الان مثلا نمیدونن واقعا، یعنی شاید مثلا من تعجبم بعد از 2-3 هفته چرا برخی مثلا گویا که میگن ما آمادگی نداشتیم یا از تیرا فرار کردیم یا مثلا چجوری چیکار بکنیم. اون چیزی که لازم میدونید حتما الان ضرورت داره که این رو مسئله رو ذکر کنید و بفرمایید. بفرمایید سربازی. ما در سطح کلانتری هم در خود فقط بلوچستان نیست، ما مطمئنم که برنامه شما رو در سطح وسیع‌تری دارن مشاهده میکنن. ما نیاز داریم، ببینید الان از کرمان نیروی ویژه 41 سارالله اومدن، نیروهای صابرین رو آوردن و از بیرجند هم نیروهای ویژه منطقه خراسان رو درخواست داده بودن که بیان به سمت بلوچستان. من قبل از هر چیز درخواست من از مردم کرمان هست که با حضور خودشون در خیابونها این فضای تمرکزی که دارن سمت بلوچستان میگذارن رو بشکنن، خصوصا در روزهای جمعه، چرا که نه. و بعد از اون من درخواست دارم از همه عزیزان که در بیرجند هستن، در خاف هستن، در تایبات هستن، در تربت جام هستن، مشهد، سبزوار، گلستان، استان گلستان به شکل کلی، چه بلوچ‌ها چه ترکمن‌ها چه غیره، کانون‌های جدیدی باید شکل بگیره، اعتراضات جدیدی وارد میدان باید بشه. ما به همدیگه هم پیوسته هستیم، خصوصا اهل سنت، چون از لحاظ ظلم و ستم تاریخی که بر اونها داره روا داشته میشه یک پیوند رو دارن. ما در شهر مشهد تا شهرهای دیگری که در خراسان حالا شمالی و جنوبی و رضوی غیر وجود داره، ما دیدیم که چند تا از مساجد تخریب شدن، چند مسجد طلمب شده، چند نفر رو اونجا به گلوله بستن، به چه جنایت‌هایی مرتکب شدن، چقدر از شخصیت‌هایی که اونجا بودن مجبور به مهاجرت شدن که در مهاجرت اونها رو ترور کردن، چه تعداد از مردمی که اونجا هستن اونها رو با خودشون همراه کردن. الان که بلوچستان یک پارچه همش پروژه‌ای که در دست داره تحریم هدفمند و تحریم مقتدرانه
نیروهای سپاه دستگاه‌های دولتی و حکومتی است. در این زمان نیاز هست همه این کسانی که به هر حال شاگردی می‌کردن، درس خوندن در این منطقه و رفتن اونجا پیش مولانا بودن و غیره، اونها هم وارد این پروسه بشن. من امروز حتی یکی از مولوی‌های رو دیدم که صحبت می‌کرد، دیروز بود، که قبلا با حکومت همراه بود، که در کنار حکومت بود، امروز اومده بود صف خودش رو جدا کرده بود و اعلام می‌کرد که ما در کنار مردم هستیم و این جنایت‌ها رو محکوم می‌کنیم. من ازش استقبال کردم، در صفحه خودم پخش کردم، گفتم آغوش ما باز هست، هر کس که برگرده جنایت‌هایی که قبلا تایید می‌کرد و الان دوباره از کنار جنایتکاران برگرده به سمت مردم آغوش باز می‌کنه، ولی قبل از اینکه دیر بشه. اگر همچنان اینو گشتارهای ادامه پیدا بکنه، شما در کنار حکومتی‌های اغتشاشگر تروریست باشید که مال علی خامنه‌ای هستن، خب مردم اون رو نخواهند بخشید. پس من بزرگترین خواستم، یعنی برای شکستن این موج جنایت‌ها در بلوچستان، اینه که همین مناطق وارد اعتراضات بشن، مخصوصا سنی هایی که پیوند عمیق رو در منطقه بلوچستان دارن، حتی از لحاظ پوشش با اونها نزدیکن، از لحاظ به هر حال فرهنگی نزدیک هستن، از لحاظ مذهبی به مردم نزدیک هستن. در این لحظه اونها هم جمعه ها رو تبدیل بکنن به جمعه های اعتراضی و وارد خیابون ها بشن و اعتراضاتشون رو شریک بکنن با مردم، به خاطر اینکه اگر این اتفاق بیفته اون تمرکزی که هست میشکنه. نکته دوم این که مردمی هم که در خیابون ها هستن باید بدونن از قبل باید اون نوع درخواست هایی که در اینترنت هم داره پخش میشه و ما هم در کانال خودمون همیشه منتشر میکنیم براش آمادگی کافی رو بگیرن، چون وقتی حکومت با دم و دستگاه های نظامی خودش میاد، برای این نمیاد که صرفاً به مردم محبت بکنه و اونجا آرامش برقرار بکنه، اون برای سرکوب میاد. ما از قبل هم اونها که خودشون رو آماده کردن، ما هم باید خودمون رو آماده بکنیم. آمادگی هایی که ما میتونیم انجام بدیم از پوشیدن سر صورت گرفته، که خب تو بلوچستانی خوشبختانه اگر کسی ماسک هم نداشته باشه ولی یه لنگی، ما اصطلاح لنگ ازش به کار میبریم، داره رو دوشش رو سر صورتش که میتونه با همون سر صورت خودش رو ببنده، خیلی هم طبیعی و عادی هست، برای کسی مشکل پیش نمیاد. به غیر از این مسئله شما برای دفاع خودتون، ما یک سری جلیقه های آماده‌ای که هست که مردم میتونن با همون ابزارهای معمولی اونها رو به دست و پای خودشون ببندن یا به سینه خودشون ببندن که احیانا اگر شلیکی صورت گرفت اون جلوی اون رو بگیره، مخصوصا گلوله های ساچمه‌ای، مخصوصا اگر بعضی ها هستن که با آهنی درست میشن، اونا جلوی گلوله هم میگیرن، اینها رو باید با خودشون ببندن و بیان داخل خیابون. یعنی آمادگی کامل رو بگیرن مردم. در کنار اون چرا که نه، مردم باید شیشه هایی رو که به هر حال در اون مواد آتشزا ساخته میشه به دست خودشون داشته باشن. اگر قرار هست که به سمت مردم شلیک بشه و مردم رو بکشن، مردم هم باید بتونن از پشت بام ها به سر نیروها بندازن که نیروها مجبور به عقب نشینی بشن، به سمت مردم بیشتر از اون شلیک نکنن. خصوصا اون دسته از بلوچ هایی که توانایی دارن، اون نیروهای که پشت بام ها هستند رو با از طریق جمع شدن، رفتن از پشت اون ساختمان های، انداختن سنگ روی اونها، یا اینکه از طریق کسانی که خب از پشت بوم های دیگه بتونن اونها رو خنثی بکنن، اجازه ندن که اینها که نیروهای تکتیرانداز هستن به سمت مردم شلیک بکنن و مردم به سر و صورتشون بزنن و مردم رو بکشن. خب این آمدانه نیست. شما دقت بکنید که یک کودک 12 ساله، اون کسی که تکتیرانداز هست، به راحتی میتونه این مسئله رو بفهمه، چون اون ماشه دستش هست و دوربین جلوی چشمش هست و داره دقت میکنه، نگاه میکنه، میبینه که این هنوز ریش و سبیلش بیرون نیومده، داخل خیابون داره میچرخه و تیر رو به سرش میزنه. این معنیش چه معنی میتونه جز این برسونه که قصدش بیشتر از اون، یعنی یک قصد کشتار هست، قتل هست. مردم باید براش آمادگی بگیرن، مردم باید برای حفاظت از حمایت خودشون حرکت بکنن، اقدام بکنن و بتونن جان خودشون رو نجات بدن. نه تنها جان خودشون رو نجات بدن، بلکه نیروها رو وادار به عقب نشینی بکنن. آیه سربازی، نکات جالبی رو گرفتید و مطرح کردید. امروز برخلاف اون چه که ما حتی اینا وعده داده بودن که شاید این اتفاقی نیفته، فقط جهت کنترل امنیت هست، اما می‌بینیم که وارد میدان شدن. البته در برخی مناطق به ما خبر رسیده که بچه‌ها تونستن اینها رو با همون سنگ و چوب و بالاخره ما میگیم کلوخ، نیروهای سرکوبگر رو به عقب نشینی وادار کنن. گویا خودشون هم میترسن. برخی از نیروها اومدن اصلا با این فضا آشنایی ندارن، وحشت دارن
و اخباری هم که داره میرسه بالاخره گویا که در ساعات آینده دفاع مشروع در سطح بلوچستان گسترده تر خواهد شد، چه در داخل و چه در خارج. وحشت سر و پای اینها رو گرفته، به دنبال اینن که راهی پیدا کنن که خودشون ماجرا رو جمع بکنن. اما صحبتی که شما در مورد ایران کردید و صحبتی که مثلا امروز برخی مطرح کردن که مولانا گفته هیئت حقیقت یاب، اگر مطلبی چیزی در این مورد دارید یا مطلب خاص دیگه دارید بفرمایید تا از شما خداحافظی کنم، بعد تا برنامه رو بتونیم ادامه بدیم با پیام‌های مردم یا مهمان دیگری که در خدمتش باشیم. توجه داشته باشید، من دو نکته رو اینجا یادم نره من عرض بکنم خدمتتون. همین الان هم گزارش داره به من میرسه که اطراف خونه مولانا رو محاصره کردن و شما اگر ویدیوها رو هم دقت بکنید نیروها این دفعه اومدن تا خیابان خیام مسجد مکی و دارن به سمت مردم شلیک میکنن. یعنی بسیار نزدیک شدن به اون اصل مرکز تجمع که یعنی قلب مرکز تجمع هست، در اونجا اومدن خودشون رو رسوندن و این هم آمدانه به نظر میرسه. نکته دومی که ما تصاویرش رو هم منتشر کردیم و دستمون رسیده بود، یک نفر رو امروز در مسجد مکی زاهدان در مصلی که لباس سیاه داشته مشکوک بوده تلاش میکرده به سمت جلو حرکت بکنه رو مردم اون رو بهش مشکوک میشن، اون رو میگیرن و بعد اون رو به انتظامات تحویل میدن، انتظامات با خودش میبره اون رو. مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده ولی این فرد مشکوک بازداشت شده و گرفته شده توسط خود مردم و ما میدونیم که از روز گذشته اینها آمادگی‌هایی که گرفته بودن یکی از برنامه‌هاشون به احتمال قوی مثل اون ایدگاه، میبینید این ایدگاه همون ایدگاهی است که در ابتدای انقلاب یعنی سال 58 اومدن و در مسجد شلیک کردن، مردم رو کشتن. اونجا مولانا عبدالعزیز بود، کفعمی بود، مولانا عبدالملک بود، بقیه مردم بودن، احتمالا شما هم ممکنه که در اون لحظات اونجا بودید. به هر حال یک کشتاری اونجا صورت میگیره، یک درگیری میشه، شهر کلا به آتش کشیده میشه که کاملا آمدانه و هدفمند بود برای اینکه بلوچستان رو یه طرح تروریستی براش بچینن، بگن که اینجا به حقوقشون رسیده نشه. زابلی ها پشت پرده ماجرا بودن، اون ولایی های حزب اللهی و این مسئله باعث شد که قرار ما امروز هم مشابه با همون اتفاق قرار بود که بیفته ولی از قبل انتظامات هوشیار بودن نسبت به مسئله. ولی این که الان مثلا دور بر مسجد مکی رو کاملا محاصره کردن، این احتمال وجود داره که اینها بخوان به سمت داخل مسجد هم حمله بکنن. این خواسته رو من از مردم دارم که جلوی این پروژه و این توطئه‌ای که احیانا به خونه مولانا حمله بشه یا داخل مسجد بتونن حمله بکنن یا اون کسانی که زخمی شدن داخل مسجد هستن بخوان اونها رو بردارن با خودشون ببرن، برای این یک زنجیره انسانی حفاظتی با در پیرامون این منطقه برقرار بشه که تا هم زخمی ها و همون کسانی که اجسادشون اونجا هست، هم کسانی که برای پیگیری زخمی های خودشون اومدن، هم اون افرادی که به هر حال اشخاص مشکوکی هستن میخوان خودشون رو برسونن احیانا به نام داعش، بعدن انفجاری صورت بگیرن، بگن که مسئله شاه چراغ این داستان ها، همه اینها رو باید با هوشیاری کامل مردم پیگیریش کنن. به نظر من میدونم سنگینم هست وقتتون، شرایطتون، اما سعی کنید که همراه باشید با اخبار شبکه. الان خبر داد از کانال رصد بلوچستان که مسجد نور سراوان توسط نیروها محاصره شده. دوستان اگه بشه این تصویر رو نمایش بدید که ببینید مسجد نور. هم این خیلی مهمه، این قیامی که ما امروز شاهد هستیم در سراسر بلوچستان. ببینید دوستان این نگاه کنید، این ببینید که مسجد نور رو هم اینها محاصره کردن و باید این عمومی باشه. آیه سربازی، به عنوان آخرین مطلبی که در خدمتون هستم، بحث خب اینی که سراوان ایران شهر رو ما شاهدش هستیم و اینها مستقیما در زاهدان دارن از گلوله جنگی استفاده میکنن، جدا از گلوله‌های وینچستر و ساشمزن. مطلبی رو بفرمایید دیگه، دوست دارم 2-3 دقیقه شاید لازم باشه، چیزی رو شما میدونید که ما نمیتونیم بگیم و شاید هم نمیدونیم ولی واقعیت رو، اما به اعتقاد خیلی از هموطنان ما بحث مقاومت مشروع امروز در سراسر ایران هست. ما دیگه در مهاباد، در بانه، در سنندج اینها شاهد این اتفاقات هستیم، در سقز، در شهرهای دیگه ایران، لرستان. بفرمایید 2-3 دقیقه مطلبی رو بفرمایید تا بعد از شما خداحافظی کنم. من صحبتی که به عنوان پایانی می‌کنم که ما شهید دادیم. شهید 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 نفر نیستن. زخمی ها و مجروحان ما 1 و 2 و 3 نفر نیستن. مجروحان ما به صدها نفر میرسن. شهدای ما از کودک خردسال پسر و دختر گرفته تا زن آزاده، تا تجاوز به دخترانمون،
تا همین مونا نقیبی که دیروز هم توسط اطلاعات پرید دو سه روز پیش یعنی تو سراوان کشته شد و این جنایت ها لحظه به لحظه داره افزایش پیدا میکنه و داره بیشتر میشه و در واقع اینها اگر در این روزها بیشتر سر و صدا کرده به این معنی نیست که در گذشته موجودیت نبوده. این روزها به دلیل قیامی که وجود داره، پوشش زندگی که از شبکه‌های تلویزیونی داره بیشتر میپردازن، اصلاح طلبان از شبکه‌های تلویزیونی پرت شدن بیرون، داره بیشتر از قبل خودش رو نشون بده با اساس اون چیزی که مردم هم آگاه شدن و از شبکه‌های اجتماعی هم دارن استفاده میکنن. و الا من دیروز یک گزارش رو یک کسی برام فرستاد، باور کنید اشک از چشمام جاری شد. 4 برادر یعنی تنها از یک مادر و پدر 4 فرزند اینها داشتن، هر 4 برادرش اعدام شدند یا کشته شدند و اون مادرش دیوانه شده به خاطر اینکه دیگه تحمل این سطح از بربریت و ظلم و جنایت رو نداشته. ما اگر میگیم امروز مردم قیام کردن به خاطر ماست. اگر اون پیرمردی که داخل خیابون اومده اونم فریاد زر میده به خاطر این هاست. اینا نیومدن فقط صرفا به خاطر اینکه کشتار زاهدان صورت گرفت. اگر این کشتار زاهدان نبود یعنی هیچ جنایتی در بلوچستان نبود. این فقر برطرف شده بود. حتی پروژه آب که بلوچستان آبش رو بستن به مردم آب نمیدن. وقتی که مشهد بدون آب شده میخوان آبش رو به مشهد ببرن. یزد بدون آب شده میخوان آبش اونجا ببرن. حلیل رود که یک رود پر آب بوده که از جاری است، این حلیل رود میرفت به جازموریان میریخت، جازموریان پربرکت. امروز آب حلیل رود رو کشیدن بردن به سمت کرمان برای صنایع مار سپاه پاسداران و غیره. همه مردم منطقه به خشکسالی گرفتار شدن، زندگیشون نابود شدن. این پروژه‌ای که در کارون اجرا شده، مردم دارن زندگیشون از دست میدن، نابود دارن میشن. مردم میگن مگر بشینم، مگر من سیر میشم، مگر من کشته نمیشم، مگر من درس تحصیل پیدا میکنم، مگر زن من کشته نمیشه به خاطر اینکه بهداشتی اونجا وجود نداره، مگر کودک من بهش تجاوز نمیشه، مگر هزار جنایت دیگه صورت نمیگیره. همه اینا قرار اتفاق بیفته، دوباره اتفاق بیفته. آنچه که پیامی که امروز دارن مردم میدن پیام آزادی است. من این صحبت رو خیلی محکم عرض میکنم و از یکی عزیزان و مبارزانی که امروز تو خیابون ها دارن مبارزه میکنن میخوام که ما یک گام از آزادی عقب نخواهیم نشست به خاطر مسئله کشتارهایی که داره روز به روز و جنایتایی که داره صورت میگرفته. نه اینکه ما دنبال حقیقتیاب باشیم، نه اینکه ما به دنبال تغییر استاندار باشیم، نه اینکه ما به دنبال این باشیم که یک حتی رئیس جمهوری رو بخوان عوض بکنن. ما به دنبال کلیت این رژیم رو عوض کردن و سیستم جدید رو آوردن در این منطقه هستیم، نه اینکه دوباره بخوان ما رو بازی بدن و در داخل بازی فریب دیگه قرار بدن. پس مردم خودشون رو برای هفته‌های آتی، برای یک مبارزه تمام عیار که در سرتاسر ایران داره رشد میکنه و جمعیت لحظه به لحظه داره بیشتر میشه آماده بکنن، چون آزادی هزینه داره و ما برای اینکه یک بار برای همیشه تمامی این جنایت‌ها رو خط بطلان براش بکشیم و به رفاه، توسعه، آسایش، آرامش، امنیت همه چیز دست پیدا بکنیم، باید در این مبارزه بمانیم و مسیر خودمون رو ادامه بدیم. شما رو به خدا میسپارم. بینندگان، برنامه همچنان ادامه داره. ما در خدمت مهمان دیگری خواهیم بود که الان ایشون هم روی خط خواهند اومد، آقای حسین احمدی نیاز، وکیل حقوقدان کرد ما که بالاخره بهتر میدونن برخی مسائل رو که اشاره خواهند کرد. اخباری که ما تا این لحظه داریم یعنی از سراوان و جاهای دیگه خیلی تأسف‌بار هست، اخبار نگران کننده است. میگن نیروهای نظامی بر روی کوه الله اکبر سراوان مستقر شدن، تکتیر اندازها و تعدادی از شهروندان بلوچ رو زخمی کردن. اگر میشه این تصویر رو دوستان به نمایش بذاریم که ببینن بینندگان، تا تصویر آقای احمدی نیاز رو هم داشته باشیم. نگاه کنید، این کوه الله اکبر سراوان هست. تکتیر اندازها رو در این موقعیت میبینید. تعدادی از هموطنان ما رو زخمی کردن. ممنون دوستان. این یک خبر بود که اینجا لازم بود من اشاره بکنم بهش. بحث زاهدان هست که محاصره مسجد مکی هر لحظه حلقش تنگتر میشه. گویا که میخوان مولوی عبدالحمید اسماعیل زیر امام جمعه زاهدان رو بدزدن، نیروهای امنیتی ببرن. حالا برای چه داستانی؟ میگه هزاران نفر از مردم داخل مسجد جمع شدن و سران طوایف که اونجا میگفتن ما کنار مولانا هستیم، الان لازمه که اینجا خودشونو نشون بدن. خبر از زخمی شدن
بالاخره تعداد زیادی کودک و نوجوان داره در زاهدان، مواردی که خب ما الان باز در جای خودش این فیلم ها رو پخش خواهیم کرد. یک نکته‌ای که من قابل اهمیت اینجا خدمت شما عزیزان بهش اشاره بکنم اینه که در مجموع این اخباری رو که اینجا اشاره میشه در این کانال های خبری، صحبت از شرایطی هست که اگر همه ایرانیان نتونن کنار هم بایستن، با هم باشن، وضعیت شاید مناسب نباشه. اونچه که ما از کردستان شاهد بودیم، قیام عزیزان ما در شهرهای متعدد کردستان بود. خبرگزاری ها دارن اشاره میکنن که بله وحوش خامنه‌ای با تیر جنگی دارن به مردم حمله میکنن. از سران طوایف خواسته شده باز بیان وارد بشن و کنار مردم بایستن. فیلم هایی رو نشون میدن از محاصره‌ای که در اونجا صورت گرفته که خب حالا ما این رو الان نمیخوایم پخش بکنیم در جاش. فقط این فیلم رو یک لحظه مال ساعت پیش خیام هست. این فیلم رو دوستان میخوام ببینید که البته الان حلقه محاصره بیشتر شده، نیروهای بیشتری رو آوردن بشه ببینن بینندگان. ببینید کاملا مشخص نیروها مستقر هستن و خب مردم ببین جالب دست خالی. من تعجبم که چگونه این اتفاق افتاده و مردم اینجا دست خالی وایستادند و خدا کمک کنه. و بازم البته میگم که مشت بر گلوله پیروز میشه، این گونه نیست که بگیم که مشت بر گلوله پیروز نشه. سلام و درود بر شما آقای احمدی نیاز. سلام و درود بر شما و ملت مبارز و قهرمان ایران از زاهدان تا کردستان. خب آقای احمدی نیاز، من حقیقتش دیگه دوست داریم شما صحبت کنید، نه سوالی دارم برای گفتن نه چیزی. اون چیزی که شما لازم میدونید در این لحظه که ما شاهد این انقلاب کبیر در سراسر ایران هستیم، 42مین روز از زاهدان تا کردستان، بلوچستان تا کردستان، از مشهد تا بندرعباس، خوزستان، شیراز، اصفهان، لرستان، تهران. خب مناطق ظاهرا سیستان و بلوچستان و کردستان میشه گفت قربانی بیشتری تا به حال تقدیم کردن. بالاترین قربانی رو شاید بلوچستان داده و الان هم کردستان به همین صورت. اون چیزی که لازم میدونید برای بینندگان ما، چرا که الان لحظه قیامه، لحظه انقلاب هست، بفرمایید. من برای تک تک آزادی خواهان، مبارزین، کسانی که در این راه عظیم گام برمی‌دارند در سراسر ایران، از سراوان، سرباز، زاهدان، چابهار، ایران شهر، تک تک مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، جای جای ایران، کردستان، سنندج، دهگلان، کامیاران، قربه، مهاباد، بانه، بوکان، پیرانشهر، سردش و همه جای ایران درود میفرستم چون اونها میدانن که احتمال داره شهید بشن، احتمال داره دچار آسیب میشن، اما ارادهشون به قدری پولادینه تمام اون زر و زور و تفنگ و تانک و مسلسل رژیم رو نابود کرده. بنابراین برای تک تک این مبارزین بایستی تعظیم کرد، درود فرستاد. من اینکه از هلند هستم و مستقیم دارم صحبت میکنم، اینجا من کاری نکردم. مبارزه اصلی را این عزیزان، این بزرگان دارن انجام میدن. کار سترگ و ارزشمندی است، چون اینها دارن آینده را میسازن، دارن تاریخ را میسازن. 43 سال جمهوری اسلامی ایران بر ملت بلوچ و کردستان و ایران ستم کرد. بهترین ایام زندگی انسانها را در ایران گرفت. هزاران نفر در بلوچستان و کردستان به ناحق اعدام شدند. من پرونده‌های زیادی داشتم، خصوصا برای کودکان بدون شناسنامه در بلوچستان. چه ستمی می‌کشیدند برای داشتن یک شناسنامه که حق طبیعی اینها بود، محروم بودند. دریایی از ستم، ظلم، فقر و تبعیض همواره در سیستان و بلوچستان وجود داشت. به نام سنی بودن چقدر بر این ملت ستم دیده ظلم کردن. بنابراین دیگه بس هست، ظلم به حدی بود که خشم ملت فوران کرد. بنابراین
اکنون مردم دارن از منظر شرعی و دینی به تکالیف خودشون در قرآن دارن عمل میکنن، از منظر حقوقی در مقابل ظلم دارن شورش میکنن که حق شریف مقدس و ارزشمند مردم هست. وقتی که ببینن حقوق آنها پایمال میشه، شورش مقدسترین راه برای مبارزه با ستمگر هست. بنابراین کاری که در زاهدان و کردستان و ایران داره انجام میشه ارزشمند. شما در نظر بگیرید از منظر حقوقی وقتی که دیروز شورای امنیت بلوچستان از ترس فرمانده انتظامی و رئیس اون پاسگاه ستمگر را عزل کرد، یعنی پذیرش تقصیر کشتار خونین زاهدان توسط حکومت. ولی به تلویزیون های همون روز حکومت نگاه بکنیم و بیانیه های حکومت میگفت این گروه های تجزیه طلب و شورشی و اشرار بودن اومدن این کارو کردن. اگه اونا این کارو کردن شما چرا فرماندار مثلا رئیس انتظامی رو برکنار میکنید؟ اینا ناشی از ضعف، تزلزل و بیچارگی و درماندگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در برخورد با تظاهرات به حق مردم هست. پشتیبانی و همبستگی مردم خیلی میتونه رمز ارزشمندی برای پایان دادن به ستم جمهوری اسلامی ایران باشه. همین که مردم کنار مولوی عبدالحمید هستن، کنار هم هستن، همبستگی خودشون حفظ کردن کفایت میده. در 40 ژینا امینی یا مهسا امینی در سقز خون تازه‌ای به جریان مبارزه در کردستان، ایران و بلوچستان تزریق شد. آنچه که در مهاباد دیروز انجام شد، اشک همه آزادی خواهان از شادی و خوشحالی جاری شد، از این همبستگی ملت، از این استقامت مردم، از این شرافت ارزشمند مردم. بنابراین در برابر تک تک آنها می ایستیم، تعظیم می کنیم و واقعا قربون صدقه این مبارزین، جوانان، زنان و مردان، دختران و پسران و تک تک اونها میشیم که این چنین ارزشمند پای به میدان آوردند و آمدند تا واقعا کارهای بزرگی رو در حوزه انقلاب نوین ایران انجام بدن. انقلابی که در آن تبعیض نباشد، ستم نباشد، برابری وجود داشته باشه، در اونجا همگان یکسان و برابر در پرتو یک حاکمیت قانون قرار بگیرند. بین شیعه و سنی، بین مسیحی و مسلمان، بین یهودی و مسلمان، بین هیچ کدوم از اینها تبعیض وجود نداشته باشه. بین بلوچ و کرد و فارس و عجم هیچ گونه تفاوتی وجود نداشته باشه. همگان مورد احترام و کرامت قرار بگیرن، همگان بتونن مثل دیگران در کشورهای دیگه زندگی مملو از احترام و عزت و بزرگی داشته باشن. بنابراین بس است فریب، نیرنگ، دروغ، ستم، ظلم و استثمار ملت ها دیگه بس است. اکنون زمان اون رسیده که مردم دوش در دوش هم، کنار هم، دست در دست هم برای پایان دادن به دشخیمان و هیولایی که 43 سال بر این ملت حاکم بوده قرار بگیرن. و امیدوار هستم وکلای دادگستری در سیستان و بلوچستان، در ایران، در کردستان، کرمانشاه به پا به میدان بگذارند، دست از محافظه کاری بردارند. اکنون وقت آن رسیده است همه در کنار بازداشت شدگان، خانواده شهدا باشیم، در کنار اونها قرار بگیریم. فردا تاریخ در مورد تک تک ما صحبت خواهد کرد. بنابراین امروز هست که نشون میدیم که ما چه کسانی در کنار بازداشت شدگان بودند. اکنون وقت آن است که وکلای دادگستری شرافتمندانه بیان به میدان و از حقوق بازداشت شدگان دفاع بکنند، در مقابل دادگستری ها قرار بگیرن، مثل پزشکان در اصفهان بیان تو خیابون کنار ملت باشن. شرم بر وکیل دادگستری که خیانت بکنه به حق ملتش و بترسه، شرم بر وکیل دادگستری که جاش باشه و از حقوق ملتش دفاع نکنه، شرم بر اون وکیل دادگستری، بر اون مهندسی که اکنون کنار ملتش نیست و
داره محافظه کاری میکنه. بنابراین اکنون وقت آن است که ما کنار هم قرار بگیریم، همبستگی خودمون نشون بدیم، چه در ایران، چه خارج از ایران، چه در اروپا، در آمریکا. هر کس هر کاری از عهده‌اش برمیاد انجام بده. همین همکار عزیز آقای احراری زمان بسیار زیادی را برای آگاهی بخشیدن به ملت داره صرف میکنه و کنار این تلویزیون قرار میگیره، قرارا مورد تهدید قرار شد. همه ما مورد تهدید قرار میگیریم، اما نه، در کنار ملت ایران هستیم، در کنار ملت بلوچستان هستیم، در کنار ملت کردستان هستیم. واقعا من اینا رو میبینم شاد میشم و لذت بخش این عظمت، نستوهی مردم، مبارزه جانفشانانه مردم بسیار ارزشمنده و این اولین قدم هست. قدم های دیگه مونده برای آبادانی، برای استمرار آزادی، برای اینکه دیگه اون تلخی انقلاب 57 تکرار نشه، به نام دین ستم نکنن و آزادی را از مردم نگیرن. تلاش بکنیم حقوق بنیادین ملت حق اونها باشه و به اونها داده بشه، حقوق بشر واقعی برای ملت باشه و مردم در پناه قانون واقعی بتونن به آزادی برسن، به برابری برسن، عدلیه واقعی وجود داشته باشه، نه عدلیه‌ای که اعدام و شکنجه و بدرفتاری و زندان ازش خلق بشه. این قوه قضایی امروزی قوه قضایی ستمکارانه هست. تا به امروز خروجی اون هرگز عدالت نبوده، چون مبانی آن دادرسی منصفانه و عادلانه نیست و پر از تبعیض و نابرابری هست. امروز وقت آن است که ملت قیام بکنن و وارد میدان بشن. این قیام 40 و چند روز بسیار ارزشمند بوده و هر روز در کردستان، بلوچستان، در تک تک مناطق مختلف ایران، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، صحنه‌های نوینی دارن ایجاد میکنن. دهه 80 ها، دهه 90 ها، دهه 70 ها، جوانان، زنان، مردان، همه اینها با یک اتحاد و همبستگی ارزشمند کنار هم قرار میگیرن. تک تک این جوانان خودشون رهبر هستن، دختران ما همه رهبر هستن، این پسران همه رهبر هستن. نیازی نیست بگیم چون رهبری وجود نداره اینا، نه، همه اینها رهبر هستن، همه دنبال احقاق حقوق و برقراری عدالت و رفع تبعیض هستن. بنابراین رهبری وجود نداره، نمیخواهد که بیاد این کار. نه، خود مردم بایستی تصمیم بگیرن، نبایستی دیگه مثل سال 57 فریب بخورن و یک خمینی و یک خامنه ای پیدا بشه. نه، خود مردم آگاه هستن، فهیم هستن، شعورمند هستن و این جوانان دیگه این جوانان قدیم نیستن. دهه 80 ها خودشون تک تکشون رهبران ارزشمندی هستن، چون این انقلاب با پشتیبانی و پیشگامی اینها داره شکل میگیره. من برای تک تک اینها درود میفرستم مجددا و امیدوار هستم ما به عنوان وکلای دادگستری در خارج از ایران و همکاران ما در ایران بتوانند در کنار این ملت از حقوق بازداشت شدگان دفاع بکنن، در کنار خانواده هایی که شهید دادن قرار بگیریم و از تک تک جوانان و مبارزین حمایت و همبستگی خودمون رو بتونیم به نحو عالی نشون بدیم. خب خیلی سپاسگزارم، با ما همراه باشید. من یک دو تا سوال برام مطرح شده که به موقع شاید به نفع برای بینندگان خوب باشه، اما چون اینی که بحث مهاباد هم امروز ما شاهد یک جنگ خیابانی رو در رو هستیم در مهاباد، بحث دفاع مشروع. دوستان اگر امکان داره این کلیپ رو ما به نمایش بذاریم به مدت چند ثانیه، 1 دقیقه، تا بعد سوالم رو از آقای حسین احمدی نیاز وکیل و حقوقدان بپرسم. نگاه کنید این وضعیت خیابان‌های مهاباد جوانان، نگاه کنید اینها چگونه در برابر اینها دیوار ساختن، در برابر این مامورین. ببینید با بلوک و چجوری خیابان‌ها سنگر بندی کردن. میگه میدان روشنه، من هیچی نمیگم. ببینید این وضعیت مهاباد امروز مهاباد، خوب تماشا کنید. این چیزی جز یک انقلاب کبیر چیزی دیگه نیست. ببینید چگونه اینها
بالاخره در برابر این آقایون ایستادن. بله، وای به روزی که مسلح شویم. ببینید چگونه خودشون آماده کردن که در برابر اونها بایستن. آقای احمدی نیاز، یه نکته‌ای که مطرح هست بحث دفاع مشروعه که خانم شیرین عبادی هم برنده صلح جایزه نوبل و حقوقدان بهش اشاره کرد که این حق ملت ایرانه، باید کف خیابونها باشن، مقابله بکنن، اونهایی که اونها رو دارن میکشن خنثاشون بکنن و این حقشونه به هر طریقی که براشون امکان داره. در شریعت اسلامی هم این رو داریم، یعنی اون کسی که از ابزاری استفاده میکنه در برابر مردم و اونها رو آزار و اذیت میکنه و کشتار میکنه باید خنثی بشه دیگه. این یک حکم شرعی بوده که همیشه مطرح شده. بحث دفاع مشروع رو به طور مختصر مطرح کنید، چرا که اینها خیلی تو رسانه هاشون میخوان پروپاگاندا را بندازن، نه آقا شورش فلان ماموران ما رو زدن زخمی شده، شما با گلوله میزنید هزاران میکشید و هیچی نیستش، ولی اگر یکی دفاع کنه که شما اون رو مثلا نکشید این میشه شورشگر. در این مورد بفرمایید. در نظر داشته باشیم قانون ایران، قوانین بین المللی به طور کامل دفاع مشروع رو میپذیره. از لحاظ عقلانی هم ما قانونی بذاریم کنار، از لحاظ منطق و عقلانیت هم وقتی که در مقابل فردی هستی و هر آن احتمال داره تو رو بکشه باید از خود دفاع بکنی. نکشی کشته میشی، داستان اینه. تو نکشی اون تو رو میکشه، بنابراین باید از خود دفاع بکنی. آنچه که امروز در مهاباد، بانه، سنندج، جای جای کردستان و بلوچستان و تک تک نقاط مختلف ایران داره شکل میگیره همین مسئله است. بایستی جوانان و مبارزین و مردم از قانون عقلانیت دفاع مشروع پیروی بکنن، بتونن در مقابل ستمگران و جنایتکاران ایستادگی بکنن، دفاع مشروع بکنن، با اونها مبارزه بکنن و از حق خودشون دفاع بکنن. چون اگه اونها را نگیرن، اونها کشته نشن، اینها کشته میشن. بنابراین برای این بحث نفی خشونت و این حرفای لوکسی که آقای خاتمی مثلا همین امروز صحبت کرده، نفی خشونت، خب تو خونت نشستی داری مثلا تئوری برای مردمی میگی در کف خیابون دارن کشته میشن، شهید میشن. شما نگاه بکنید این رژیم بر اساس دستوری که خود خامنه‌ای قبلا به یاد داشته باشیم، خامنه‌ای چند سال پیش داستان و فرمان آتش به اختیار رو اعلام کرد. یعنی اعلام کرد من فراتر از قانون در ایران هستم، دستور من فرمان حکومتی است و همه رو بکشید، بهش میگن آتش به اختیار. چگونه خامنه‌ای دستور داده به نوکرانش و مزدورانش و پاسدارانش که ملت رو بکشن، ولی ما بگیم نه نفی خشونت. چرا برای اونها نفی خشونت نیست؟ 43 سال داستان لباس شخصی ها رو دارن مطرح میکنن. لباس شخصی ها کی هستن؟ از پشت کوه که نیومدن، زیر سنگ که نیومدن. اینها وابسته و در جریان بیت رهبری و نهادهای وابسته به رهبری و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند. اینا دستور دارن تک تک این جوانان، دختران و پسران رو بگیرن و کشتار انجام بدن. در داستان نیکا شاکرمی همه شاهد بودیم. دختر رو بازداشت کردن، بردن مورد شکنجه و تجاوز قرار دادن و بعد پیکر شریفش رو رها کردن و بعد با دروغ اعلام کردن بله از طبقه فلان یک ساختمان خودش رو به پایین پرت کرده. برای سارینا اسماعیل زاده اعلام کردن خودکشی کرده، برای اون یکی اعلام کردن سقوط کرده. برای هر کدوم یک داستان ساختگی و دروغین میگن و مردم هم آگاه هستن. یا برای همین دندان پزشک مشهدی در روز روشن مامورین امنیتی وی رو ربودند. وقتی که اینها جنایت میکنن، یا سال 1373 وقتی که مامورین امنیتی اومدن برای اینکه بلوچ‌ها و اهل سنت رو در خراسان و سیستان و بلوچستان اعدام گروهی بکنن و مساجد اینها رو نابود بکنن، خود نهادهای امنیتی که بعداً در داستان مازیار ابراهیمی اسناد اون پیدا شد، مشخص شد در اونجا بمبگذاری کردن و کلی از شیعیان رو در مشهد در خود بارگاهی که مال امام رضا هست اونجا کشتن. برای اهداف خودشون حاضر هستن هر جنایتی رو
مرتکب بشن، چگونه اینها در ایدئولوژیشون آتش به اختیاری، انتقام و کشتار بیرحمانه و شکنجه بیرحمانی ملت وجود داره، چرا مردم بایستی در مقابل اینها ساکت بنشینند و از نفی خشونت صحبت بکنند؟ چون مردم از شرافت و حقوق انسانی برخوردار هستند، دلشون نمیاد. اما این یک واقعیته که در دفاع مشروع به طور کامل این حق به شما داده میشه، چون در ایران قوه قضایی وجود نداره از شما پشتیبانی بکنه. پلیس خودش ستمگر هست. پلیس اینطوری نیست که مثلا بیاد از شما حفاظت بکنه. در همین هلند و لندن و آمریکا و کشورهای توسعه یافته پلیس در کنار شما قرار میگیره، از شما حمایت میکنه در تظاهرات که به شما آسیبی نرسه. ولی در ایران پلیس علیه شما، در مقابل شما با تفنگی که قرار هست شما را بکشه، شما را زخمی بکنه و شما را نابود بکنه. این تفاوت وجود داره. بنابراین وقتی که من دسترسی به پلیس ندارم، دسترسی به عدلیه و عدالتخانه ندارم، پس خودم بایستی این دادگستری و این عدالت را اجرا بکنم و از قانون دفاع مشروع پیروی کنم. خیلی متشکرم آقای احمدی نیاز. اما یک به عنوان آخرین مطلبی که شاید برای بینندگان ما هم جالب باشه، اونم اینی که خیلی سعی کردن این انقلاب مردم ایران رو برخی منحصر کنن در بحث حجاب اجباری. اما ما شاهد این هستیم کردستان و بلوچستان علمای اهل سنت تو میدونن. بالای 400 تن از ماموسته‌های کردستان نامه نوشتن، امضا کردن و از قیام و انقلاب مردم حمایت کردن. شخصیتی مثل کاک حسن امینی حتی دیشب هم اطلاعیه‌ای نوشت و از جریان زاهدان حمایت کرد و انقلاب مردم ایران و مطالبات ایران. در بلوچستان می‌بینیم که علمای اهل سنت وارد میدان شدن. قبلا هم ما شهید داریم، یعنی ما از ابتدای انقلاب اکثر رهبران ما شهید شدن، امامان جمعه ما، رهبران ما شهید شدن، ترور شدن، زندان شدن، اعدام شدن، تن به مهاجرت دادن و عملا یعنی اهل سنت رهبران مذهبیش تو میدان مبارزه بودن، میدان رو ترک نکردن. اون 4 تا خائن و کثیف و پلیدی مثل اون امام جمعه پاوه یا اون مردک توکلی در تایبات، اون حسابش جداست. ولی عموم اهل سنت و رهبران مذهبی کشته دادن، زندانی کشیدن، رنج کشیدن، تبعید کشیدن، اعدام شدن، شکنجه شدن و تو میدان بودن. الان هم هستن. مخصوصا ماموسته‌های کردستان واقعا ترکوندن، دمشون گرم. میخوام نظر شما رو ببینم در این جریان که نقش این رهبران مذهبی در این انقلاب نوین ایران، انقلاب کبیر چیه؟ علی‌رغمی که ما انقلاب به سوی نظام دموکراتیک میکنیم، به سوی نظامی که فرامذهبیه، یعنی حکومت و قانون اون در انحصار یک مذهب، یک عقیده، یک ایدئولوژی، یک نژاد نیست، بلکه نظامی بر اساس قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه مردم ایران و آزادی بر اساس اون چه که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای بشریت به رسمیت شناخته و نظام‌های مدرن دنیا اون رو تجربه کردن و این انقلاب به اون سمته. و نقش این علما و رهبران مذهبی و جوانان مذهبی ما، اینایی که دارن کشته میشن مذهبی هستن که الان تو زاهدان داریم میبینیم، بچهای نمازخون دیندار پایبند، ولی تو میدان اومدن. دختران ما پایبندن، اگر روسری از سرشون برداشتن فقط به خاطر اینکه نشون میدن آقا ما از شما متنفریم. این رو میخوام اگه مطلبی دارید در این مورد بفرمایید که برای بینندگان ما خیلی مهمه. ببینید در خارج از کشور اینها دارن انقلاب ایران رو به انقلابی بیبند و باران و فاسدان و فلان اینها دارن معرفی میکنن. در همین مالزی ما یکی از مشکلاتمون با گروه ها و احزاب مذهبی همینه که به اینا حالی کنیم بابا این انقلاب مردمی ایرانه، انقلاب دموکراتیکه برای آزادی از دست فرار از استبداد و دیکتاتوری و فرقه‌گرایی و نژادپرستی و فساد و فحشا، نه اون چیزی که اینها دارن میگن. بفرمایید آقای احمدی نیاز. در انقلاب نوین ایران بحث این است که ملت با تمام عقاید، باورها، مذاهب و بینش‌ها آزاد و برابر و مورد احترام همدیگر قرار بگیرند. شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، همه اینها یکسان و برابر، با حجاب و بی حجاب، همه یکسان و برابر. به زور قرار نیست روسری سر دختری بشه و به زور قرار نیست روسری از سر دختری کنده بشه.
هر که آزاد هست حجاب داشته باشه، هر که آزاد نیست حجاب نداشته باشه، هر که مایل است نمازشو بخونه، هر که مایل نیست قرار نیست نمازشو بخونه. همه مورد احترام و کرامت باید قرار بگیرن. مسجد جایگاه واقعی خودش رو بایستی داشته باشه، نه اینکه مسجد به جایگاهی برای بسیج و سرکوب و توطئه تبدیل بشه. این 43 سال واقعیات ملت را گرفتن، یعنی دین، اخلاق و ایمان مردم را گرفتن، چون به نام دین و اخلاق و ایمان ستم کردن، اعدام کردن. بنابراین نفرتی که مردم اکنون از رژیم دارن با دین فرق میکنه. مردم آزاد هستن هر دین و باوری که داشته باشن. در کردستان شما در نظر بگیرید کمله، دموکرات، پکک، پژاک، پاک، همه مکتبی، همه یکسان و برابر مورد احترام همدیگر باید قرار بگیرن. تمام انسان ها، کسی که ماموستان هست مورد احترام، کسی که مولوی هست در بلوچستان مورد احترام، کسی هم که کمونیست هست بایستی مورد احترام قرار بگیره. یعنی این نیست که بگن من باید باشم تو نباید باشی. خب این میشه جمهوری اسلامی ایران، تفاوت ایجاد نمیکنه. لذا مبنای این انقلاب احترام به حقوق بشر هست. ژیان زندگی مبناش رفع تبعیض، نابرابری، ستم، بی‌عدالتی و تبعیض هست. باید اینها تبعیض‌ها از بین بره. این مبنای این است که مردم بهزیستن و آرامش پیدا بکنن. آزادی را به معنای کلمه دربار این که بتونن همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، به هم احترام بگذارن، در چارچوب قانون اینو لحاظ بکنن، نه قانونی که در مجلس شورای اسلامی نوشته شده، نه قانونی که توسط حکومت جمهوری اسلامی نوشته شده، چون مملو از تبعیض و نابرابری هست. این همه من پرونده داشتم، میدیدیم چقدر نابرابری و تبعیض در این قوانین وجود داره. باید قوانین جدید نوشته بشه، قوه قضاییه ایجاد بشه، ملایانی که ستم کردن، جوانان را اعدام کردن از قوه قضاییه بایستی پاک بشه و انسانهایی که معتقد به اخلاق و انسانیت و قانون مداری و حقوق بشر هستن جایگاه واقعی اونجا را بتونن پیدا بکنن. اینها مبنای این انقلاب نوین هست. هرگز جمهوری اسلامی ایران برای تخریب اندیشه های ارزشمند این انقلاب دست به hand با اقسام توطئه میزنه که آقا نه این بیبند و باری است، نه چین چیزی وجود نداره و هیچ کدوم از انقلابیون چین درخواستی رو نکردن. آنچه که در تظاهرات عظیم برلین ایجاد شد همبستگی ارزشمند تک تک ایرانیان از هر قوم، پرچم، رنگ، نژاد، مذهب، عقیده و باور بود. همگان یکسان و برابر در کنار هم بودن. باید همین هم در بلوچستان و کردستان و تهران و کرمان و مشهد هم وجود داشته باشه، چون ما در این 43 سال از تبعیض ستم دیدیم، از نابرابری ستم دیدیم و از اینها مورد ظلم بود. جوانان ما بابت اینها اعدام شدن، نباید اینها وجود داشته باشه. لذا آنچه که رژیم در باب این انقلاب میگوید دروغ هست و برای تحریف افکار عمومی هست که دست به هر جنایتی میزنه. این است که واقعیت این انقلاب بسیار شفاف و روشن هست. احترام به حقوق بشر، برابری تمام ایرانیان با در نظر گرفتن تمام تفاوت‌هایی که با هم دارند، زن و مرد، جوان و پیر، شیعه و سنی، مسیحی و مسلمان، یهودی، زرتشتی، همه اینها، یارسان، تک تک اینها، تمام اقلیت‌ها، اقوام، نژادها، همه یکسان و برابر بایستی قرار بگیرن و حکومت آینده که حکومتی متکثر از تک تک اینها خواهد بود بایستی سر کار بیاد. دیگه مبنا نباشه که بگیم نه تو چون سنی هستی تو نبایستی استاندار بشی یا وزیر یا رئیس جمهور بشی. نه، همه بایستی یکسان و برابر باشن. این مبنای این انقلاب نوین در ایران خواهد بود. سپاسگزارم از شما آقای احمدی نیاز، محبت کردید در این برنامه، شرکت کردید. خدا قوت به شما و همه ملت ایران بدم. یک تنفسی هم برای من شد. خدا یار نگهدارتون باشه. خدا حافظ. بله خب دوستان، صحبت‌های آقای احمدی نیاز رو داشتیم. مطلبی رو من خدمت شما عزیزان
پخش بکنیم. فیلمی هست که نشون میده که ظاهرا درگیری در زاهدان و تیراندازی مستقیم به مردم هست. این رو ببینیم. ماشاءالله جوانان بلوچ خیلی شجاعن، نترسن. دست خالی هست. بله ماشاءالله این شجاعت که ببینید دست خالی هیچی هم ندارن. شهرهای دیگه کوکتل مولوتوف و بالاخره ابزارهای دارن از اینها بتونن چیز کنن. این مطلبی که خبری که به ما داده شده اینه که خیلی از مردم در مسجد مکی توسط نیروهای اینها محاصره شدن. زخمی ها رو نمیذارن که از اون منطقه بیرون برن، به بیمارستان انتقال داده بشه، یا پزشکانی که حتی اگه خودی هستن به اون منطقه بیان، منطقه تحت محاصره است و مردم از بلندگوهای مساجد میخوان که آقا مانع انتقال مجروحان نشن. این نکته ایه که باید مد نظر داشته باشید و اتفاقا بلندگوهای مساجد در سراسر استان سیستان و بلوچستان، کردستان بهترین ابزار تبلیغاتیه. یا کنید الان باید استفاده که ابزار مبارزه است در برابر اینها. کلیپی رو نشون میده که اینجا نشون میده که ظاهرا شرایط زاهدان شرایط خوبی نیست اطراف مکی. اینو ببینید این کلیپ رو. ببینید تو بلنگو دارن اعلام میکنن از نیروهای انتظامی نظامی میخوان که آقا بذارید مجروحان حداقل از اینجا انتقال بدیم و این رو واقعا خوب شد که فیلمو برای ما فرستادن دوستان عزیز. ممنون از این که اینو پخش کردید. کلیپ دیگری هم هست، من ببینم این کلیپ رو هم پخش بکنیم. یا کنید این نشون میده که وضعیت چندان مساعد نیست متاسفانه و خب همت شما، اتحاد شما و همراهی شما میتونه خیلی از این مشکلات رو عزیزان برطرف بکنه. این آمبولانسیه که اینجا نشون داده میشه، ظاهرا اینا همه متوقف شدن، یعنی زخمی ها آورده میشن به زیرزمین مسجد و خب این جای تأمل داره که هموطنان ما مواظب باشن، خطرات خیلی زیاده. شهرهای دیگه هم به همین صورت. من ببینم این واتساپ ها رو تا اون موقع من نگاه نکردم، تلفن هم بگیرم، این لحظه قطع شد، حالا میخواستم بگیرم. تصاویری برای ما فرستادن از زخمی های زاهدان. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. استاد علی، من اول میخواستم یه آیه قرآنی بگم. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. انشالله حق اومده و باطل نابود میشه. من از کسانیم که سال 72 اون صحنه‌های که جنایت کردن سر مسجد مکی، سر نمازگزاران مسجد مکی، اون لحظه هم دیدم و امروز رو هم دیدم. من دیدم که چه کار کردن با جوانان ما، چجوری کشتن نمازگزاران ما را، چجوری زخمی کردن. و اما یک چیزی بگم، اون دوران گذشت، دوران سال 72 اون زمان گذشت و نسل بعدی اومد. اون نسل شاید این فکر بود که شما جمهوری اسلامی شاید کاری بکنه، اما این نسل امروز مطمئنه که جمهوری اسلامی دنبال ترفندیه، دنبال چیزیه که امروز بخواد این جنایت رو بپوشونه، اما کور خونده. جوانان ما بیدار شدن جناب حراری. بله. جوانان ما دیگه میفهمند که پلیس و کلانتری 16 هیچ کاره بود. جمعه خونی کاره بودن، سپاه بود، بسیج بود که مردم رو رگبار بست کشت. چرا اینا آزاد میگردن؟ چرا تا زمانی که اینها قصاص نشن و مجازات نشن بلوچ و اهل سنت ساکت نمیشینه. امروز شعار من یک چیزیه جناب حراری، یک چیزی، شعار کوچک و بزرگ اهل سنت و بلوچ یک چیزه. این شعار یک لحظه شما اجازه بدید که بچه 5 ساله من میخواد بگم. بفرمایید. سلام. سلام عمو جان، بفرما. آفرین توپ تاک. آفرین. شعار
کوچک و بزرگ بلوچه، این شعار پیرمرد بلوچه، این شعار من بلوچه از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران. خدا حفظتون کنه. ممنون دوستان عزیز، سپاسگزارم شرکت کردید. شبکه جهانی کلمه همچنان به صورت زنده اخبار قیام ملت ایران رو، انقلاب کبیر ایران رو تحت پوشش داره. من از خدمت شما مرخص خواهم شد، اما دقایقی بعد دیگه همکاران دیگه من خواهند اومد و همچنان ما پیام‌های شما رو، فیلم‌ها و کلیپ‌های شما رو پخش خواهیم کرد و این فریادی است که امیدواریم هر چه زودتر انقلاب کبیر ایران به نتیجه برسه و قطعاً بدونید همینجوری. آخرین اخباری که من داشتم مأموران دچار وحشت شدن، هر چه به تاریکی هوا نزدیک میشه وحشت سر و پای اونها رو بیشتر گرفته و اخبار دیگری هم هست شاد کننده که امیدواریم که تا ساعات آینده اون رو با هم ببینیم و بشنویم. خدا بزرگه. بدونید که همونجوری که بیننده گفت جاء الحق زهق الباطل. اندکی صبر